این جنگ تقریبا حالا اگر تمام چیا دیم داتگت من دقیقا ندا هندگان گوشتی نکنم با تا اینترنت بسیار چه اگه اشتباه بگوشم کلمات ممکن شهر نه ولی خوبی کلمایی که مثلا جنگی که تقریبا گوشک بیتند که 30 سال شطولی کشید و شروع بوگی هم یا زمانیت که اگر فقط بخاطر بازار سنگت ممکن شیوتم دیسته ولی خوب من پدا هم دا گوشونید جنگ 1618 شروع بود 1648 تمام بود و اشیاء بعدی که تمام بود 2018 400 سالتی دیگه به این خاطر سک باز مهم بود و اشیاء دلیل شیک بودتگه چی سکی مزنی جنگیت هر دنیا حساب هر دابی جنگ نگاه که توکش آلمان مردمانی که تاریخ خزانه جستش بکنه من جز کنه که مشکلی که آلمان جامعه سرایت که چی بوده همین 30 ساله جنگ اوکشن کرنده گوی وستفیل یا پیسا یا پیمان یا سوله تمام بود میشه بسیار وقت شروع بود 30 سالی جنگی هست یه 30 سالی جنگ دلیل چیه خوب ده هم یک یعنی مشابهت هم چه که ایران یاد که بلوچستان که ایران نیمه یاد که تا بلوچستان که پاکستان نیمه یاد که تا بلوچستان که افغانستان نیمه یاد که مشابه چه هر نیمه هنوز از سیاسی جو پولیتیکال مگوشه مندوشینی بلوچستان یه باره‌ای یا باره‌ای یعنی منظور از لازشی که مشابه بسیار آشنایی که سیاسی گوی ملکان هستند یعنی و ده هم یک همچین حالتی بوگین افغانستان و تنیگان 30 سال 40 سال بیت جنگ های مثلا شوروی یا هگو رنده پدا وقتی تو که جنگش بودتگن تو هنیگان پدا یه جنگی که هنیگان آمریکا بودن و طالبان اگه نو پدا یه وقتی شک سری چیزان پیش دارگند که دنیا چطوره کنید که مشوار آشنایی هستید گوی موضوع و ده هم مشوار هم زانی مثلا ایران خوب مشوار و دیگه برکنه ایران ایگا هر کسی زان ایران چونه کشوری است ایران حساب شد که ایران هم یک کشوری است که وقتا یک دابی یک امپراتوری زانته و یک دابی وقتا یک خاصی مثلا چی بگوشی یک میشینی یک رسالتی پوات گندید دائما چه هم قدیما تا هندگان کشرانده پده یکم که من توضیح دیم همی خبران ویدید بکا اشیت که یه مثلا تا اروپا هم همه تیمان پیش تشیا مثلا تقریبا یک حدود 400 سال چون ده پیسترا تا مرچی چیزی که آلمانه یک چیز فکری بکنه کشوری که داد کنک بود یک مثلا یک مرد باشته که یک کنفدرال یا فدرالیت یا مثلا یک حکومت پادشاهیت بلکه یک حکومت یاد کنک بود که نامی بود مثلا امپراتوری مقدس روم یا امپراتوری روم در حالی که بود روم هم نیاد و مردم جرمن هستند پرچه روم و دیگه گوشه‌ای روم گشته شه ایتالیا بونزی بوده و شهر روم بوده و بعدا یک دلیلی که روم جنند هم خراب بود رومی که امپراتوریت رومی که رنده مسیحیان نمایندگی هم کد که خراب کنه بود وقت جرمن خراب کو بل جرمن وقت شوادی پدا مسیح بودن نیوادی که آیا پدا لورتش وقتی یک کشوری حل بکنه وقتی یک امپراتوری حل بکنن برای توافقش کو تو که ما به صلاحیتی کنه و الا خود نامی مختلفند بله یک نامی هستند چند که مثلا آلمان مردمانی مقدسین امپراتوری روم مثلا در رومش کاری و سوئدی اگه بگوشی خوب لازم نه بگوشین سوئدی بازی سرپد نبنده ولی خوبش نام بوده که امیدا و ادا امپر مثلا پادشاه معمولا هابسبورگ اگه چیزی مثلا اتریش و یه منطقه انتنو شانتا که مثلا نامی هابسبورگ اترانده استریکه و اتریش و شان نامی انگراگ بانتن گشتر می منطقه تن بل توشک باید انتخابی بکنه تنی گچینی بکنه چه مردم تو کار خوبش چیزی مذهبی نه تا دیگه چیزا بر خوب گشتر کاتولیک دیگه و خوب شوادی که تو مثلا امپراتور باید کاتولیکی بیتین ایشیوت مثلا پروتستان ناراحت کنه تمیوتی کافیه که میشه جامعه تو که تنشی بیتن چون مثلا گنده مقایسه کنید ایران دیگه ایران مثلا دائما گوشند حکومت باید مثلا فارسانی بیتین حکومت باید مثلا شیعیانی بیتین شیوت یک اختلافی دیگر کنه باید مردم حالا هر کسی بیتین به یک شکلی هر کسی چه بودی جاگاهی همچین کانسپت مخالف بیتین خب یک همچین سیستمی که جور بوده که آلمانا روسیه‌نا بیشتر آلمان منطقه خب بری رفت تا اسپانیا ور بود تا هلند ور بود پس که امپراتوری آوردی مرز مشخص نبوده بریشی بحران لاتی دیگران گرفتن که فرانسه گرفتن که بودی بحری فرانسه اش گرفت بل بهرحال یک همیشه یک اختلافانی یعنی نقشه همیشه بدل بوده پیسر چون هم یک مردم بودی یک فیکسی نقشه بوده یک برابری نقشه بوده نه بله خب بهرحال یک چیزی هست چه ورشش مثلا امپراتوری مقدس روم
و دیگه مقدس کلمه اهمیت مشما هم زانه گشتر حالت مذهبیه دیگه. حالا چی پدا مذهبی نه دیگه موضوعیه تا دیگه بون گپ نه تا سر گپ جنک شیک مثلا حتما شما پس که معمولا بازی کسی مذهب و کاری تیم به خاطر شکوتی حکومت داره و بازی نی کاری تی پی خاطر که چای استفاده بکن جنگ تا برگ بیت تا آخر برسیدن. ایشی وقتی یک چیزیت که مشکلات مثلا جنگ چو طولانی هم بود مثلا دراجکش بود اگر دیگه جنگی بودین خوب یکی برتگت یکی باختگه دیگه ولی ادامه جنگی تا اجبار بند کتی نکنه چون تو بعد مثلا میشه ما مثلا بحری چه مذهب مسیح جنگام که کاتولیک یا دیگه وش پروتستان یا وشی که پدوشن تو که وتی دیگه هر یک پدوتی یک بحری است کالونیست است تا دیگه است تا دیگه شاید تمام یه هر کس وتی پدا تعریف است چه مسیح تا نی هر یک وش من تعریف سره بیتن و تو وادی وش خدا گونته تو وادی مثلا آزمانه گفت هر کسی زند که دروغ مردم تا یعنی شیونه بود که مردم مثلا آزادی مذهبی فکر بود تا مردم با یک راحت زندگی کنه البته که مذهب بیاره به عنوان قدرتی مطرح بکنه مردم تو که اختلاف کپیتن چون تو که مثلا جنگی مثلا بوگیج بوده این منطقه که 30 سالی جنگ نامه مشهور اروپا تو که و سلشه ایشی به زمانگاه حالتی میتونه که اروپا هر کسی همیشه کنی ماشو گنده گنده اگه مقایسه کنی به خاورمیانه دفعه شو به مقایسه کنه باشه شی ما پسی کارا دیگه انجام میدیم و ماشو بلوچا سک مهم میشه بزانه مهمی ای نظر مهمه که ماشو بزانه ایشت که اهلیگان ایشی باره دانشگاه تو که خبر آیند و مقایسه کنه گمرچی حالتی که مشهور خاورمیانه هسته و چه خاورمیانه یا آسیا غربی هم مشهور گندگی مثلا چه اتفاقی کرد طبیعت دبا که یک کشور مقدسی تو اروپای مرکز تا آلمان هرکنک بود امپراتوری روم مقدس یک کشوری فارسان کتا ایران نامه پد شیعه شمور کتا گون و یک انقلابی هم بود ایران و کوتی حالا وقتش بچن انقلابی لاتیشون شوشی من کار نی من از رو کلمات زیاد بس تکه نکردم فقط روی ابسلا مفهوم مسئله این تا تاریخی و ابسلا به آچی یک بده تعریفی که بیتید آیه باره یعنی مثلا وقتی که ایرانش مثلا یه انقلابی بود شیعه مثلا نیت مذهبی روی استفاده بکنه خمینی وعده کرد که خوب اولی اعلامانی هم شد که ما مثلا عراق هم باید انقلاب بیتی چون عراق مردم گشته شیعه مردمی تحریک کردن و سخنرانی هستند بند صدام حمله کرد ایران حمله کرد عراق منای کاری نیستند که آپد ترم حقوقی یک سازمان ملل هستند ولی یک چیزی مردم زانتند که خمینی هنچه حکومت آید خمینی شروع کرد که به اصطلاح عربستان سعودی آتون باری خبر کنه عراق باریانی خبر کنه و شیک ما انقلاب اوتی صادر کنه و نزدیکترین جایی که لوتی صادر بکنه خب مثلا من کجا چه مورد پتیات که چه عراق کجا شیعان جمعیت هم بازین و حکومت سنی هم هستند و عراق جمعیت اکثریت هم شیعه اند نشد که یعنی خاورمیانه پدا دیگه بحثی دیگه شپی مشوشی باره بحث کنه که نقش دولتان تا جور کنه که به اصطلاح اقلیتان ملی و مذهبی تا خاورمیانه چیه میشه یک بحث دیگه جداگانه مردم تو انجام میدادن ولی اصل موضوع شد که مثلا شما دیگه شروع بودن دیسته مثلا که پیسرتر هم زمینان جنگ داخلی هستند خب هر کسی زانتی که مثلا مذهب اهمیت یک مشوه منطقه تا آسیا جنوب غربی خود چه پیسرتر و سیاست ورکنگی و به شکل مثلا مذهب سیاسی جور بکنه اشی چه پیسرتر هم هست بلکه خمینی یا آقاش یک مفهوم دیگه گفت یک مفهوم امپریالیستی گفتی که ایشی پدا یک چیزی که فارسا چه پیسر مثلا بوده گد که یک امپراتوری بیتش خود امپراتوری تا بعد ایدئولوژی بیتن امپراتور هم چهار نبود یا تا بعد ایدئولوژی بیاره حالا هر امپراتوری بوده هر زمانی بوده آیا یک دابی نداد با خدای درگیت حالا خدا زمینی بوده خدا آسمانی بوده یا مذهب زمینی بوده یا مذهب آسمانی بوده چون شوروی همیت کمونیست استفاده کو هر یک رو که امپراتوری جور کن باید یک ایده ای بیتی و ایران واسه خب شیعه مثلا یک چیزی که کارمزد میکنه سنی دیما و عرب دیما و ترک دیما و دیگه یا نیشت که مثلا باشه بعدی که چیزا شروع کردند خب بعد دیگه هم وقتی حالت دفاعی گرفت خاورمیانه دیگه یه سرترام اختلاف هست ما باش نکنه نبودن بلکه ایران آیگا و مذهبی بیگا شمس گشتر بودن شما که گشتر بودند شیک مشو دیسته کنیگا یه منطقه چنین میگه بعد شیک مثلا شوروی یا تا افغانستان و بعد غرب کمک به مذهبیانی که مثلا افغانستان هستن مجاهدان ناما و سازماندهیش کتند که مثلا شان کمکش کتند ایده هم پدا مذهب گشته به یک شکل سنی نمیگم سیاسیگری بازیاد و عربستان سعودی هم چارتی خوب بودی که ایران مذهب استفاده کنه که هم شروع کتوتی ها بخش مذهبی مثلا تقویت کنه و
تفکرات مذهبی چیزی که آیان دیست مثلا در مقابل شیعه دیما کمونیسم دیما که شورویت که مثلا بتونه شام عام کارمزدی بکنن تیم بتی مثلا حسابا بدانید که مثلا مشروع دیست گندگید که هنیگا مثلا در منطقه خاورمیانه در سوریه مثلا یک اقلیت شیعه که به حکومت حالا چه مذهبی مردم هم نه و اسد ممکن من فکر نکنم 5 وقت نماز کرده یا 2 وقت نماز کرده بلکه بری پشروی واسطه رفته نمازا بله خوب آدم بسیار سوسیالیست دانتا و تی بسیار غیر مذهبی دانتا آدم سیکولاری نه شیعه پدر بگوشه نه چون آیا متوتی علوی شیعه دوستری بودن آیا مثلا دیگه اقلیتا مذهبی موتور بودن که آیا همی فیساس که ممکن ما رو مثلا در مقابل سنیا مثلا پروتکت کنتین یا حمایت کنتین یه طریقه مثلا ایران رفت چای حمایتی کرد و ایران شیب بده چیر هم نداد البته درست تاریخ نرم بل خب هر کسی زانتید که مثلا یه تایه اندازه رابطه که مثلا اولی رنده خب اردن پادشاه عبدالله گشتی که ایران لوتیدید حلال شیعه درست بکندید خب ایران تا اگه چی هر کس از آن ایران زیناشی هستین ولی خبر فرور بندی نبود تگد 2004 همین که 2005 شکایه خبری کرد رنده با ایران گوتیم دائما هم گوشته که ما لوتین چه ایران خاص وقتی که سوریه جنگ بودن عراق جنگ بودن که ما لوتین چه ایران تا لبنان ما را جاده ای میتین مثلا تهران گوین بیروت تا وصل میتین و شهر کسی هم مثلا سنش بالاتر چومه دا با ایران آوری دانش آموزتن درسشوان استودنت تن تو دا مایشی بسیار شریسه را اشکتا گت و که ایران گشتش چمه ساربو بکن اشتگتی هم تابلوی هسته تا دیگه جام تابلو هسته که شهده تا کربلا چین چویلی که مردم بروتین حالا ما مثلا مردمی که دا نشتگن تا بلوچستان اکثر جمعیت سنیشن چیکاری پر کربلا گرگاه هستین ولی اینی طرف باید این تک ویژنی ببیتین پیوت امپیالیزم دیم برای واسطه بود هیچمونی طلبی دیم برای واسطه و تا یه شرایط مشو دیستک مثلا یکی که ایتید مثلا تیمش منطقه سنی حمایت کنتین یکی که ایتید شیعه حمایت کنتین و بعد مشروع منطقه مسائل ملی هم هستند دیگه وقتی مثلا مسائل ملی که هستند هم هر یکی گندی کجامی یک نزوری هستید که مثلا ممکنه مثلا ملی یا مثلا اتفاقا دیگه هستش رو هم مثلا مذهبی بکنند شیخ ماشا بلوچستان تو کم شاهد بود دیگه مثلا ماشا بیای مثلا بلوچستان مثلا بگنده خب ماشا جای سنی هم حکومتن جای شیعه هم حکومتن په ماشو فرق نه کانته په بلوچ از بلوچی بوگی بلوچی حقوق دیگا بلوچ حق دیگا بلوچ سرزمین مثلا برگا فرق نه کن تو شیعه یا سنیه ادا تا جنگ 30 سال اروپا هم یه دابا یعنی کامل ادا نه شیعه است 100% جای مثلا بیچاره پروتستان چه پروتستان پرنسان حمایت کرد کاتولیکان چه کاتولیکان شاهزاده حمایت کرد ولی پدا چو 100% هم نه یک جای دیگه مثلا نمی پروتستان جمع کو کاتولیک مثلا حمایتش کرد بعد ادانت که مثلا یه جنگ 30 ساله اروپا هستاد که گشتش مثلا یه جنگی تو که دیگه کشور میاد که مثلا گشته جنگ تا آلمان هاتن ولی خب دیگه کشوران مختلفی دارن دخالت کرد تا انگلیس میتین تا آبادی مثلا لهستان هم میتین که کم که رایت اسپانیا میتین ولی گشترین دخالت سوئد کتن برای مثلا بخشی کاتولیک اکتبودا و فرانسه وقتی هم کاتولیکت بعد فرانسه و سوئد هم همکاری کرد به وستفال پیس اگه فرانسه مثلا کاتولیکت و خب برای کاتولیک هم کاری کرد که امپراتور هم بده کاتولیکت مثلا رنده بعد سوئد ولی همیشه چون نبود پیسر مثلا چه کاتولیک هم حمایتی کرد یعنی یه دفعه نه که 100% مثلا مسائل پشتی که تو وادی که دولتان بیاین مذهب و یک ایدئولوژی بکنن یک جهانی مثلا وقتی ملت وقتی حاکمیت واسطه همه دکونگاش مثلا مذهب معمولا شما استفاده کن پوتی پروژان امپریالیستی ها بعدی مثلا مذهب تو چه اصل وقتی در میگه که به عنوان مردمان شخصی بیتن برای بشی مثلا که بعد دولت چی بیتن ایدئولوژی بیتن که دولت مثلا راه بیتن آدیگه مردم مشکل چگل داد و اروپا آبادی شیم قابل شده این چیزات مثلا بری بوده که تمام جنگی تو که هم یا پیسرترا یک شاهزاده و مذهب عوض کرد رو مردم بعد مذهب عوض کردن یعنی شاهزاده پسر کاتولیک پروتستانی کرد رو مردم بعد پروتستان تا اتفاق سوئد هم کرد دیگه جا هم کرد اروپا اتفاق آنی کلورتش بانتی گشتش خود در بکفید و یه چیزی که ایران هم بود که ایران هم مثلا وقتی که شاه رضا محمد رضا شاه وقتی که قدرتی گرفته تا هم گشته ایران که ادامه امپراتوری فارس یا مثلا فارس باستان یار اگر کسی در ایران زندگی که فارسی وقتی رنده مثلا حزب رستاخیزی هر کو همه امریکایی که کسی مثلا در هستیم بعد حزب رستاخیزی میتونه اگر نه خوب بروته مثلا چه ایران
و چیز خمینی هم یاد بشه امت اسلام مثلا دیگه مردم درود آیا تاریخ امت اسلام مسلمان شیعه تو حاکمیت شیعه تو حاکمیت ولایت فقیه ماشوزانه که نه بازی شیعه هم ولایت فقیه قبول نه سنیان برای کسانی کانسپت بود نکنده مشاهد که مثلا آیا خب در مقابل امیرالمومنین سنیان یا مثلا وقتی کانسپت ولایت فقیه یا سیاسی کتی و دا چی اصلا چه آدم به فرق از لحاظ تئولوژی بین شیعه و سنی مگر اینکه مثلا ما بخشان شیعه بگیری که پیغمبر جانشینی جنگی که اصلا شیعه و سنی همشه صحابه این تا مثلا تئولوژی ببینید برای خمینی مثلا دوست چه مثلا گشته پیش بداری مثلا به جای امیرالمومنین خب هم حضرت علی اکبر امیرالمومنین بل خب کانسپت ولایت فقیه کو قوت تئولوژی هم دلیلی مثلا بیارید و ایشی هم شو دیستک شام مثلا تاثیرش تا دیگه منطقه هم بین شیعیان هم بین سنیان و شیعیان یعنی مطلب شد که به هر حال اینا پدر مثلا گندگی نبوده مثلا ایران خوب ضرورتا مثلا نمیشه شیعیان طرفداری نکنه مثلا جنگی که ارمنستان و آذربایجان بود ارمنستان حمایت کنه چون منافع تو بود دیستی که آذربایجان ضعیف بیچ مسئله آذربایجان ایران بود جرینده هسته یا مثلا گندگی که مثلا ایران روس ممکنه سونیا کمک نکنه ولی مثلا حماس برای مثلا اسرائیل کمک کنه در مثلا سنیه مثلا حزب الله خو مسلمان به خاطر شیعه بویی گشتر کمک کنه سوریه به خاطر شیعه گشتر کمک کنه صد حکومت دیگه مثلا تا عراق و گندگی مثلا گشتر شیعه یعنی یه چربیتین مسئله شیعه بویی چربیتین اگرچه شیعیزم یک مثلا کوری یک پوشی پایینی فارس امپریالیسم قدرت فارس دیگه و اشان چیزانی که مثلا یه پاراللانی هستن و خوب بعدی که این جنگ 30 ساله بود که آلمان بود اگه شما می چیزا ماته مثلا 8 میلیون مردم کشک بود 8 میلیون اودی باز بود آلمان جمعیت تنی 80 میلیون و این جمعیت مردم گشتر که مرتگن آلمانی بودن یعنی آلمان همچون گوشن که مردم مرد تا 60% مردم آلمان کشک بودن تو جنگ مذهبیت هم به جنگ واسطه مردم درگیرک مشکل نیست آبادی هم همین گندگی مثلا که مردم خوب هر جاگا رفتن به یه جنگان یا لاتی پر لاپه واسطه رفتن لاتی اشکوتش که مثلا پروتستان کاتولیکان کشگن کاتولیکان اشکوت که پروتستان هم نظام آدیگران کشگن یعنی هر یک اشکوت که منی مردم کشگن منی دابی مزید مردم کشگن رفتی جنگا گور بود لاتی پر لاپه واسطه لاتی بخاطر مهاجرجویی لاتی بخاطر مسائل مذهبی ماشو گندگی تا ایران هم میداد مثلا ایران یا حزب الله برتا سوریا جنگ کنته زینبیون و فاطمیون یاد کردن تا اوگانی شیعیان تو پاکستانی شیعیان شدیم دیگه بودا نیشان پر یارتگن تا ایران بعد باندا کجاش دیم دات ماندانی مثلا تا سوریا بعد یک سوریه سونیا یا آنیک با ترکیه هم رفتن شام مثلا رفتن جنگش کو جنگا مثلا بازنده بود تا گوسری بودا مثلا سوریا ترکیه چه بازین رفتن لیبیا جنگ کنند چون مردم درگیره هر کسی و شی خوب ماشو بلوچم بیگانه نه ماشو وطن دیستک مثلا حکومت ایران یاد که بوده مردم جمع کردن امداد سوریه چه ماشو بلوچان هم یعنی یه چیزانی هست که شبیه هست یا هر دوینانی بل خب تا اروپا رنده تا اشیا برای شی نیست که مثلا بکشه جنگا مردم دن بود نچک مگوشت مذهبی جنگا مردم درگیر جنگی مشکل نہیں بچه که وقتی که مثلا 4 میلیون مردم هم یا 4 میلیارد هم میگن آوادی میلیونان حساب بودن تو تونه چه هر جا مردم در بگیجه لاتی خوب بخاطر مذهب کن لاتی بخاطر شدگی کن لاتی بخاطر ماجراجویی کن بعد هنچی مردم است کار نمیگه جنگش تو گوار که رو روتی تن جنگش بود فرانو که مثلا هر سال لاب دادن گو همای ورتن مثلا جنگش بود لاتی هستن خوب بخاطر مذهبی جنگش بود ولی جنگ مثلا سک دومدار بود 30 ساله بود پول رنده خوب یه نتیجه گیری کد که مثلا سوئد هم رفته که بود سوئد آوده بر قدرتیت و قرار است سوئد مثلا پادشاه خوب مرد لاتی و ماما و نه افسوسش وارد که بچه زود مرد که لرتشی مثلا یک امپراتوری پروتستان یاد بکنند حالا سوئد هم رفته که بود دلیل تنها که مذهبی نیست خوب مثلا شک پروتستان را به طرف پروتستان هم اولا دوستش بود که شر پروتستان یا چه پروتستان هم مات که بل پدر رنده گشتش خوب منلو که مثلا یک شاهزاده سوئدی مثلا یا حاکم آلمانیا اگر شاید کاتولیک بلا خب مثلا آلمانیه یا مثلا شی سوئدی ولی خب بعد هم یه مثلا رای داره که یک همکاری کنن ولی خب آدولف مثلا رنج 2 سال بوده دخالت کرده بوده مرد رنده چه مثلا جوهردارین دیگه سوئدی نیست که جانشین میتید ولی سوئد بوده ورد برای مثلا حدود 100 خورده سوئد سرباز بوده است تا جنگات فرانسوی جمعیت با نظام 100 خورده هزار تا آلمان با 100 خورده هزار تا ولی مردمانی که مردن درو گری مرد بودن یا چه شدگی مردن یا تا جنگ توکا کشک بودن یا دیگه مریضیان و بدبختیان کشتن شو چیزانی که ما شو خاورمیانه هم دیستگن دیگه مردم چه هنگام وضعیت اقتصادی بگیندن
مشابهت بلوچستان نیم اگر بچاره یا مثلا نمیگه که در عراق که مثلا چه اتفاقی که صدام و کردانی مثلا با تحریمانی که بودن ایران یعنی تحریمانی هستن چه مشکلاتی مردم هستن برای جنگ مثلا یه دفعه یک دیگه مثلا نتایجانی هم هستن یعنی که مردم وقت جنگا نمیرن بلکه همین که مثلا نگاه مردم دوا درمان نیستی بشه بلوچستان میرن یا هر جای دیگه ایران یا عراق هر جا میرن نشان تمام گیرن مثلا یک سری کانسیکوئنسان یک سری نتایج چه مثلا بی برنامه‌ای و چه مثلا بی هدفی به یک لحظه هوسان پوتی کارن واسطه ایران که مثلا تا اروپا یا خوب یه نتیجه گرگ بود که بیای ما چه صلح بکنیم دیگه چیزا تو دور که کوتا نکنه تو مثلا گوش نکنه که آلمانی میبیتین تو گوش نکنه مثلا که فرانسوی میبیتین یا سوئدی میبیتین یا اتریشی میبیتین یا ایتالیایی میبیتین هر یکی بود یا مثلا ایدنتیتی هستید تنها چیزی که دبا دوری بکنه چیه کشتش مثلا بخش مذهبی دور بکنه برای مثلا مذهبش بود که مثلا دور چه وقت حکومت رو بیتن حکومت بی‌طرف بیتن ایشی یک چیزی که و هیچ کسی یک دیگر مثلا حکومت دخالت مکنتن کشی خوب یک مثلا بخشی که مرچی بازی استفاده کنن که مثلا دولتان باید هیچ کسی آدی که دولت جا دخالت مکنتن ایشی هم واقعیتی نه در رابطه با وستفالیا پیسا یا چیک بودتگت بودا در حال که ادام نه بودا هم یه چیز بودتگت که مثلا سوئد و فرانسه یا به عنوان دو دولتانی که قدرت منطقه چه دیگران حقش هستد که مثلا دخالت بکنه اگر مثلا پیمان اصلی مسائلش حل نکنه یعنی یه سوورنیتی کاملی نیاد یک چیز مشخصیه یا حاکمیت کاملی نیاد که مرچی لاتی مثلا استفاده کنه که ما وقتی دولت تو کار چی کنه مثلا ایران رو تو دیگه دخالت کن ولی یا که دیگه ایران دخالت کن شما ما امور داخلی دخالت کنه نه چون نه چون که هم چیزی بود هم نبود هنو هم نه که تو مردم بکشه ولی خب مسئله چی بود که مثلا یک بخشی چه یک مشکلات حل بکنه که مثلا مسئله مذهب چه سیاست چه به شکل مثلا فقط مثلا چی میته تو بیا یا حکومت اسلامی یاد بکنه یا حکومت مثلا مسیحی یاد بکنه یا حکومت مثلا چی بگوشه هندو یاد بکنه میشه دور بکنه بهتر هم شد که مثلا مردم بر اساس مسائل اجتماعی وقت مثلا موضوعات مطرح بانتین حالا زمانه که خب مسلما مثلا شیوه که تو مثلا بیای هنوز هم یه دونه که مثلا بیای مذهب ویل کنه یا اساسا کلا چی نه ولی که مذهب سیاست میاره چون اگه تو بیای سیاست با شکلا و بیاری که دولت با شکلا شی مشکل ترجمه کنه تو مذهبی بتونه مثلا کریستین دموکراتی بده تو مثلا اخلاق مذهبی بذوره تو مثلا بر خب مثلا کریستین دموکرات آلمان نه لوتی بیت مثلا حکومت مذهبی جور بکنه یعنی ادامه روش میاره دیما و ایشی خب یه قرارداد یه بنده بود و تقریبا شی طولی کاشه تا اجرا بیته طولی کاشه تا رنده پدا جنگان دیگه شکل گرفت یعنی شی هم نه که مثلا مردم بوشی جنگ دیگه نبودن خب ما چون دیگه جنگ جهانی اول بود جنگ جهانی دوم بود ناپلئون جنگا بودن ولی هیچ یک جنگا چه درازکش نبودن هیچ یک جنگا مثلا چی مردم دلا نکردن که مثلا بیان هر کسی صفر به خاطر مثلا یک ما مثلا رو بهشت برو تو بکوشای میته بلکه یک اهداف مثلا اقتصادی هستند یک سری اهداف مثلا امپراتوری هستند که به هر حال تا زمانی قدرت یکی هست انجام داده رنده نتونتش انجامش بدیم ولی خب یک چیزی که بود داشت که وستفالیان پیسی که بده انجام دیگر بود تا 418 همشیت که مثلا کاری که انجام بود شد که اروپای تو که یک صلح نسبی جور کنه بچه که صلح یک چیزی نه که مراسگا بیایید بعد خوب چون دکه دهی طول کشه تا هر کس وقتی سرجا بنیدیته رنده چون گشتری پدا طول کشه تا آرامش بیایید بله اروپا یک صلح جور بود یک آرامشی جور بود تا یه طریقه که خب اروپایی هم شی استفاده کنه رابطه دیگه با امپراتوریان بین‌المللیش تشکیل دادن تا بعد دیگه بحثی که دا برکنه که جایی نه ولی یعنی وقتی یک انرژی ته جامعه جور کرد نه پرچی مثلا مطرح کرد تو ما پدا می چیزا تکراری کنم که ایشی مرچی بحث بگین تو دانشگاه مثلا کامبریج آکسفورد تا پریستون بعد ته تینکانی که خاورمیانه هم هستن در عربستان سعودی تا امارات و تا دیگه جاها هم تا سوئد هم این بحثا بگن که خاورمیانه مسئله چطوره که حل بی آیا تو خاورمیانه مسئله یا تو طریق مثلا چی که ایران مسئله حل بکنه شهر بیتی یا عراق مسئله شهر بکنه بیتی چه باشه بلوچستان ندانانی که مثلا اوایلا که اولان که آمریکا افغانستان عراق سر حمله کرد لاتی نقشه در کردند که مثلا دی اتلانتیک نوشته گرفتند یا لاتی دیگه فکر کنند فوران افرزش هم داده گرفتند شون تو که مثلا خاورمیانه شونه که رنده را تقسیم بیتن
بر اساس ملتان چیزی که اصلا ساکس پیکوی به صلاح تقسیمات همیشه بلوچستان خود گلدسمیت و افغانستان نمیگه خود بلوچستان یا پشتون منطقه دوران لاین مثلا بهر تر دیگه وقت همشه مثلا مشکل جو که خاورمیانه همین که مثلا غربیا یاد کن کار کنن خب ما این جزئیات نرم یه خب همین که مثلا خاورمیانه هرچی حکومت رو تر بکنه تو غرب دابا پدویت هم مشکلی بوده شیوتی یک مشکل اساسی په خاورمیانه جوړ ته کوي په دې بحثی خب یعنی بحث قدیمی تانی نه بلکه یعنی بحث بگیم که خاورمیانه هم چیزی هست نیچی با ماشا بلوچا مهمه که ماشا مثلا بیان دیم مثلا بزنه حداقل اگه متونه مثلا راه حل در بگیشن بزنش که مثلا این مسئله مطرح بگیم نیما همین مسئله مطرح بکنید که از طرف وقتی یا از طرف دیگه ملتانی که تولید هستند مثلا حقوقش گار بوده حالا مثلا عرب ممکنه تقسیم بودن یا بری تا ایران دیگه ترکا هم خوب یک بحری مثلا تا ایران هم ولی ترکان وقتش مثلا کرد هستن و برابر مثلا کرد زیر دستن یا دیگه حساب کتاب هستن که حالی مثلا ما دکتر مگوشه مثلا نتونه که ایران مثلا حل بکنه مشکل حل بکنه خود تو بعدی مثلا تو بعد یکی دیگه یا چیزی دیگه وستفالیا پیش مثلا جنگان 30 ساله یا چیزی هست که فاکتوری که دیگه هم باعث کنه که هر حکومت یا وقتی تریتوری تو کا وقتی منطقه تو کا وقتی سرزمین تو کا همچین بحری چه مردم بیتن که حکومت راضی مبی حکومت دیکتاتوری بیتن مثلا خب از زمان حکومت معلوم دیکتاتوری بیتن دیگه حکومت بود آوادی آوادی گره دیگه تونن دخالت بکنن چون مردمانی که دست ناراضن تجنه و تش حق اجازه خبر کنه نده حق اجازه گرگش نده حقوق که گوتی قانونی طریقه هم نیستن هیچ قانونی طریقه آوادی هم نگوت هم نیستن تا خاورمیان از دولت ها حداقل نیستن حقوق بشر ممکنه ولی از دولت ها نیستن که مجبور هم بران دیگرانی برن همین مثلا حزب الله رو تو ایران برا سنی رو تو عربستان سعودی برا کرد رو مثلا عراق برا داره کلا کردان جنگی کرد مثلا که ایران برا داره ایران کردان جنگی ماشا بلوچ همیدا با هر یک تچی آدگر برا معیار بیتن تو وقتی چی حالتی هست همیشه امکان جنگ و درگیری ها گپ همشند که مثلا ما خو همین مثلا مطرح کنیم خاورمیانه حل مسئله باید همین طریقه بیتن که ملتان حقوق هم دیگه بیتن نه تنها شی بیتن که مثلا کشورهای دیگه دارن میگه که اکثر مسائل دخالت میکنه ما بود هم نبود اگر رند هم شام پدا دیگه دلایلی بودن تا مثلا رند آلمان پدا دیگه مشکلاتی که پیش آتن سیک مثلا پروسیا مثلا رشد کرد پروس یه بحریچه آلمان ها قدرتمند بود رند مثلا بیزمارک کرد پدا آلمانی به شکل دولت بسلا درگیر دولت مدرن آلمانی دیگه چا کلمه روم و مقدس و مسیحیت و شام مثلا دری کرد و یک کشور آلمانی مثلا جور کد و یه وقتی یک دیگه پروسه منظورش که یه چیزی به تمام نمانده اصل موضوع همشه که دلایلانی که کشورانی تو کا جامعهانی تو کا تضاد میته شان کمتر بکنه و دومی مسئله اساسی هم شد که ایشی زمانی حل کنه میته تنها که مسئله شیعه و سنی نه بلکه مسئله مثلا ملتان مثل کرد بلوچ مثلا نمی که سوریه جنگ بودن خب در حال که مثلا دمشق مردم مسئله دیگه چیزیه کردان مسئله چطور که حقوق ملی هم بگیرن چون مثلا تا مثلا یک سری نابرابری هستیم مثلا تا ایران خب برکسوش یک سری نابرابری هستیم نابرابری هستیم بین فارس ها مسلمان هستیم مثلا تا ایران فارسن سر هم ظلم بیتین خب درست نه فارسن سر ظلم بیتین بلا ظلم بر اساس نابرابری هم بسیار ستمی نه بر ستم و سر ظلم بخاطرشی نه که مثلا تی ملت فرق کنده یا تی مذهب تانه که فرق کنده حالا مثلا تا باشه بلوچا خوب شیا پد بود که شیک مش مذهب ملتی فرق نکنه بود هم میچ مش تر زون بگین یا عربان مذهب هم فارسی فرق نکنه بود هم چیز زول بگین چون گشتر مسئله بود پد مثلا ملی بیتین مثلا ملی بیتین ایدان بلکه سیستم ملی هست چی هم باید حل کنه بیتین تا زمانی که بلوچ مسئله حل کنه بیتین آدم بلوچی لوته خود به خود مثلا پدا یک اختلافات همیشه تا ایران تو که نزوری هستین همیشه تو پاکستان تو که نزوری هستین همیشه تا عراق تو که نزوری هستین همیشه ترکیه تو که وادی مثلا کردن مثلا و هنیگه مثلا بگین همیشه مثلا وادی بشن پروتستان پر شاهزاده و پروتستان جنگ کرد مثلا دیگه ترکیه مثلا و عربستان سعودی زرنه دو سنیه قطر و عربستان سعودی زرنه عربستان سعودی و ایران زرنه یک مسئله شیعه و سنی هم هستین یک جای مسئله شیعه و سنی یک جای مسئله وقت سنیان هم رقابتان تو که شما هستین تعریفان متفاوتی که هستند مثلا در سوریه مثلا بخشان مختلفی که گروهانی هستند تا مذهبی هستند ولی خب یه بحری مثلا عربستان سعودی هم هستند یه بحری قطر و ترکیه هم هستند که هر دونه چه ایران و روس و
سوریا شکستوار تا دیگه موضوعیت بله خب شما مثلا بوده هستن برنده اختلافات هم درستن گنی علنی بودن یعنی مثلا دی آخر اگر بسان سعودی چارتی گتر مثلا این کمک کنه بایان کمک کنه ما پدا بود تو که اختلاف کرده یه مثلا هر یکی آواز تود هم هست حالا من درست کنه نام من یاد نه دور ذهن نیست متاسفانه مرتب تمام روش کارا تو کارا هم که درگیر بودم که قراره بیام یک سری چیزا شرطی به صورت تنظیم بکنم ولی خب نرستم ولی اصل موضوع هم شک 30 سال جنگ هم هستن شما مثلا لاتی پرنس مثلا به طرف بود که مثلا این گروه آنگو هر نیمه مثلا رفت چیه بکنن همکاری بکنن هم سنی هم پروتستان هم کاتولیکان و هم دیگر و یا گالگر بود منافع واسطه تایوان خاورمیانه هم هستن ادانید که مثلا مشروع بودشان مثلا مطرح بکنه شان بیارین دیما و یه خب مثلا کارانی که ما عدالت طریق یونپیو انجامش دهیم و کوشش هم کنیم و تیگی دابین گروه مردم ها مثلا رابطه برقرار بکنه چه پرینستون یونیورسیتی تا آکسفورد تا کمبریج و یا تیک تانکان که موضوع رو مطرح بکنه که مثلا ما باید این حل مسئله خاورمیانه که شما مثلا فکری کنه آسیا غربی ها و بخصوص ایران که مرکزی مثلا قرار گرفته و اساسا شروع مثلا بخش مذهبی گری که مثلا خب ممکنه مثلا آمریکا مجاهد کمک کنن برای شوروی ها مذهبی ولی آیا من خیلی چیز موقتیه و یک چیز مثلا پلیسی دولتی نیت باشه کلا بلکه پلیسی موقتیت به یک استفاده مخصوص ابزاریه ولی ایران نه ایران یک چیزی که مثلا مشو گندگی که تمامی دنیا خراب کنه ایشی نه تنها وقتی ایرانی هم خراب کرده منطقی هم خراب کرده و تمامی مشکلات درای دنیا جور کرده ای آمریکا هم درگیرن و تا کانادا هم درگیرن و ونزوئلا هم درگیرن و کشوران همسایگان که آیان بلی دیگه هر یکی بود ادانید که مثلا ایشی حل کنه واسطه باید مسئله حقوقی ملت هم حل کنه بیتین و حق تعیین سرنوشت بر اساس چیزی که مثلا خود برنامه جنگ جهانی دوم بوده آیا به شکل بی‌اعتمادی ما و این وظیفه که مثلا ماشوا باید مثلا سرپد بکنه ماشون بلوچن مثلا انیگان چی واقعا بحثانی که مثلا بوگین کتابان نویسک بوگن مقاله نویسک بوگن سخنرانیان بوگن جلسات بوگن تا آمریکا تا انگلیس تا دبی تا عربستان سعودی تا آلمان و مثلا سر سرمایه گذاری به یک هم یه تفکر سرا شو برای هر کسی زانتی که خاورمیانه نه تنها نقش چی بگوشه نظامان سیاسی بدن خرابن بلکه جغرافی سیاسی هم خرابن جغرافی سیاسی هم دلیل جنگ و درگیریه مثلا شی که راکا کویت حمله کرد شی که مثلا ایران هر وقت ادعا کنه که مثلا باید قفقاز بگیرن یا مثلا ترکیه تا سوریه مثلا روت حمله کردید یا مثلا تا لیبیا مرش اتفاقانی که بگین شما مثلا تمامیاً مثلا نیست تا یک چیزی مثلا دیگه مثالی که نگاه هستیم چون مثلا دبی محمد بن زاید گشتگت که دموکراسی باره جستش گرفتگت این وشتی خوب اگه خاورمیانه هر دموکراسی بیاره خراب رو توی مثالی مثلا دادگت مصر که مثلا وقتی دموکراسیت مثلا مسلم داده رودش انتخاب بود یا مثلا تا ایران چطور که بوده یا مثلا جهان دیگه مثلا پی خاطر وشتی مثلا شهر کار نکنده دلیلی چیه دلیلی همشید که مثلا دخالتان خارجی هم تا این منطقه بازه مثلا وقتی که اخوان مسلم تا مصر حکومت کردن مثلا امارات ترسیتن یا دیگر ترسیتن وقتی که ایران کشور اسلامی بیتن خب مثلا عراق و صدام ترسیتن یعنی این که تو باید انگیزه‌ای که مثلا یک مردمی بود یک مردم کار بکن باید ایمنش ببره و آیا چی یک کم شکل دیکتاتوری بین بروت خب آبسته پیس دیکتاتوری بین نبود بل خب این مردم بحث کنند که خب باید یه بخش بیادشان متجاوز مدیر میاد بگین دخالت کنند تا یک تیر امور اشینیت که مثلا دخالت میکنه بلکه زمینه دخالت میبینه زمینه دخالت زمانی نبیتن که مثلا مشکلات سکتریان که هم فرقه گرایی چه شیعه بی چه سنی بیتن تا دیگه داوی و تا پیش داریتن که زید مثلا مذهب بیتن آیه همه بین براتن و همه دعوا مثلا یه مثلا ناسیونالیسم کور و نرو یک مثلا ایران هستن طرف مثلا موسیقی که بعدی بشه موسیقی ایرانی فرهنگ ایرانی منظوری فارسی که مسلمان بلوچ تو ایرانی نزان دیگه مسلمان ترک و کم کم ایرانی نزان ده مسلمان کرد و تمیز ایرانی نزان یا عرب و ایرانی نزان دیگه ایشون مثلا هم حل کنه بیت بر اساس چیزی که مثلا حاکمیت ملی حاکمیت مردم و بر اساس حق تعیین سرنوشتن حالشی مثلا خوب یکی گوشی کوبی مثلا این مشکل جور کنندگان مشکل جور کنته خب شما تمام که هر کاری تو کنه یک سری مشکل جور بی خب ولی این انیگه وقتی مشکلیه چه مشکلیت اگه بدارگی ادامه داره ولی اگه حلی بکنه مشکلات موقتی جور بکن دیگه ولی آخر نتیجه یک چیز بهتری میتین
آرامش و صلح بیدید و مثلا وقتی اروپا خب اروپا واسطه مثلا مطرح شاید مطرح مردم بکنند اروپا یا تا زمانی که مسئله مثلا دموکراسی و مسئله حقوق مردمان و انگیزه مردم پر مخالفت کنه گفتی دولت مرکزی یا بین نرفته تا منطقه مثل خاورمیانه یا آفریقا شما همسایگان کشور ترکیه البته پناهنده پیداگند هر بعد از مشکلش بوده تا یه دبی مسائل حل مبانتین این مشکلات حل نبانتین ایران تا هر چی بکنه اروپا هر چی بلوکی ایران جنگ داخلی میتین دیگه مشکل جنوبی چه سوریه بازی مارکن پناهنده میده اروپا آخر بیت ایران ها چون ایران به هر حال نتونه سیستمی که نتونه متشار بکنه به شکلی که یه به اصطلاح جغرافیای سیاسی و یه سیستم سیاسی که هستین نتونه مشکل حل بکنه بعدن چه بهتر همشه که باید با بخشان مثلا فرقه‌ای که هستند از مذهبی آیان کم کنک بندن چه وستفالیا پیسا ولی دیگه بخشانی مثلا اروپا یک دیگه بحری رند که حتی جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول اوشون که مثلا ویدر ویلسون رئیس جمهور آمریکا یارتن حق تعیین سرنوشت که هر ملت یک وقتی به صلاح جدا از آنتی چادگی ملت جداگانه به حقوق دیگه میتین حق تعیین سرنوشت دیگه میتین و ایشی به صلاح بر اساس چی میتین مثلا یه ملتی ممکنه مثلا آبادی سلاوانی که مثلا یوگسلاوی کربرات از سربان و کرواتان و بوسنیایگان و شان گشت یا حکومتی میخواد بلتش حکومتی برنده نتونه تشکیل کنن که دیکتاتوری هم دیگه چیزی دیگه ملتانی که بهر بودن به یک جا به یک دیگه ور ببندن حالا به هر حال با اندازه‌ش دیگه ما رفته و اروپا بالا خوب انگلیس فرانسه نشت مثلا خاورمیانه یا آفریقا بروتن سیستم که مثلا دیستمش مرد مثلا بلوچستان ما شوات گیرلگی که مثلا ده همه سیستما که اروپا لوتت مثلا خاورمیانه به شکل میشه در حال تضاد بوتی میبینن آوردی خب مهاجرت به اروپا سک کمتر پیشیت مثلا بلوچستان مهاجرت که جنگی بود و ایران رفتن تو کراچی یا رفتن تو خلیج کسی اروپا نه بله همین خب هر کس را در گرفته اروپا نمیگه کانشون دیگه جایی نمانده برآورد دیگه آوردی پیشش مهم نه فهمیش که مثلا این ملکش بهرتر کردن عربانش کول داشت مثلا آوردی خلافت مثلا عثمانی هست دیگه شما عربان خب اگرچه بهش مسلمان زن ولی نمیتونید مثلا یک ترک خلیفه زندگی بکنند ایشی هم نه که مثلا عرب وقت خلیفه ویتش ولی خب آوشان که دیگه من زیر نظر آمده نه وقت زیر نظر دی خلیفه با خلیفه فارسی بی ترکی بی یا بلوچی بی خب خوشش نه وقتش رو جدا بکنه بگم میشه با انگلیس همکاریش کرد وقت جدا کرد ولی خب انگلیس و فرانسه پد بیت کول برقرار نداشت چون انگلیس فرانسه دیگه منافع هست چی نه مثلا یک کشور عربی قدرتمند جوری بیتن حالا خب مثلا حتی رهبران مکه و مدینه هم با هم همکاریش کرد و هم خب رهبران مثلا بند عراق و سوریه و چی بودن دیگه اردن بودن و عربستان شده عربستان سعودی چون پدر انگلیسان و خانواده سعود مثلا کارش کرد حالا سعود مثلا کارش کرد ولی خب پیش داره میتونید که مثلا اینا سیاست یک چیز راحتی نه یک مثلا به روایی هم یک چیز راحتی نه ولی خب عربان بهتر بود دیگه عربان شیک یعنی ملکش هسته اگر مثلا 10 ملکن 20 ملکن ولی خب زبانش عربی است ولایت کشورش هم مثلا امارات شهر دی امارات عربستان سعودی برای مردم وضعیت اقتصادی خوبه ولایت جاگانش هم مشکل هست دیگه ما شو گندگی مثلا خوب هم مثلا عربستان سعودی و مثلا یمن هم مشکل کرده به خاطر شکمی جنگان سکتریه نه مثلا حوثیان ایران حمایت کنگین رابطه عربستان مثلا مرزسر بوده درگیری جوری کته عربستان سعودی مشکل جوری کته اگه هنگی خاندانی تسازن ملل ملک سلمانش ما گوش کد خب خبری گشتر هم شانتند که ایران جامعه دچار مشکل کته منطقه دچار مشکل کته پرچه که بوده مثلا ایران لتی روسی درگیرتن که مثلا ممکنه نیمه شیعه که تو ایران با کاملا ممکن شیعه نه آین حمایتش کنه اگه برای مثلا سنیان و یا برای مثلا عربستان سعودی و یا به اصطلاح جنگی بوده علی کته اشان دیمه اشان باید بین بروانتید بل همزمان موشان دیگه انگیزه بین برانتی و ملتانی خوب لوتن با هم دیگه برانتی با هم دیگه ضرورتا نمیشه مثلا عربان درسته یا ملکی بیتی یا موشن مثلا فلان ملک یا مثلا خوب آلمان هم هنوز 3-4 کشور هست دیگه مثلا دولتی کشورها مثل لوکزامبورگ مثلا کاستران دولتی مثلا وقت آلمان ماستریت اتریش یا که چک بو یا که سلواک کوشی هم سگ شدن ولی ایدرو چوب پس این وقتی که بر اساس خواست مردم ها مبندن نه بر اساس چی بیتید که چون ما این منطقه گرفته بر اساس ما کانسپت بردهداری و فئودالی قدیمی بیا بگوشه چون معیشی گرفته شی منی گیش منی بردین مثلا طرف بشه من دیگه من سرزمین مادری سرزمین مادری که مثلا وقتی دفاعی کنه به عنوان فارس مثلا سرزمین مادری دفاعی کنه مثلا مرکز ایران و که درو آیه مثلا حاشیه تو یا مرز دارن یه دفعه نمیاد جامعه کنترل بکنه همیشه مثلا مشکل هستین قوت ایران قوت اصلا جامعه ایران قوت منطقه
همیشه مثلا درگیری هستیم. ادانید که مثلا شان ما شو باید مثلا دیما بیارن شان خوب سک مهمی که مردم بحثانش بکنن. میاد که ما باش ما خوبات تا یو ان پیشون کارای ما پروژه مردیم تا و بخشان ولایتی مثلا با استادان دانشگاه تا هم تا پرینستون و هم تا آکسفورد گم همکاری کنه گنتی موضوع سر که مثلا هر دو تا این سرنوشت ببره یک مثلا شکل مکانیزم بین‌المللی بگنی چون برای شش سال شهری که شما جنگ کنه اگه سگ شهر ما کاش نکنه که خوبه خرابه ولی خود باید یک مثلا مکانیزم بین‌المللی مثلا فلسطینی خب باز زحمت کشته نرسته اگر کردام انتخابات کرد قدرتش هم هست پیشمرگش هم هست بل دنیا رسمی نذارن ولی در واقع کرکوک شه دست داد مهمترین منطقهش مثلا دست داد چون کرکوک برای نفتی بازی حالا مثلا کردان سگ مهم دستش یا تیت پدای دستش داد مثلا تا اسپانیا ملت کاتالان مثلا چه داد اگر رای داد اکثریت که مستقل بیت ملت رو بیت شما مثلا قانونی هستید چون خب بعد دیگه رو چه مردم گپ بجنده که مسئله تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت دموکراسی و مسئله حقوق استورکا حل کنه یا ایشون یک بحثی جداگانه مردم انجام بدادن ولی اصل موضوع هم شد که ما شما باید این موضوع ببریم ما با این موضوع ما شما بلوچان برای اگه کاری کنه که حداقل سرپد ببین که دنیا هنیگاه همچین بحثانی هستیم باید که چه کتابا خوب منویت دسته هم هستش ما هم ممکنه گندیتی به صلاح اگر همین کلمات سرچ بکنید توارز وستفالیا فور د میدل ایست در ما گروه تو که هست کتاب نام هم کردیم ولی خب بازی کنفرانس و بازی جلسه و همیشه هستیم تی باره ادانید که ما شما بلوچان یا دیگه ملتان هم مثلا که هستن که شرایطش مثل باشه مشابه آیا بتونن به شکل مثلا یک اتاق فکر جور بکنن یک سری کاران انجام بدن و خب خوشبختانه این مشمار آیا هم تونن مثلا بخشان دیگه کار بکنن تا بلکه ما سعی کنن که اون طوری سازماندهی کنیم بتونه حداقل یک بخشی چشان مثلا حل بکنه یکی چایشون این مسئله حق تعیین سرنوشت و شیک مثلا مردم شه بتون تحریری مثلا جنگا تا خاورمیانه هستن تا بلوچستان هم هست تا جای دیگه هم هست ولی شان ما شو به یک جایی بیایم برسیم که به شکل حل ببندیم که بلوچ منافع برسیده یعنی هرچی پیمانی که وستفالیا آلمان رو جور کنه بود و آلمان پس صلح و ثبات رسید و هنگام مشمک های آلمان رو پاوتی گیرن پر کنگا خاورمیانه همی همچین مثل پیمان دیگه بیتین و تمامی ملتان رو قبول کنه بیتین و تا یه پروسه ماشو بلوچان بود که سرزمین صاحب و مالک بود سلامت به اگه سنگتان جو سیاسی ممدان و یک کامنتی هستنش نظری هستنش بفرمایید مهربانی وجه ناصر چشمه گپان البته موضوعی بسیار جالبی شما مطرح کنه در رابطه با مسئله خاورمیانه دقیقا همین مشکل اساسی فعلا ما درگیر ملت‌هایی در خاورمیانه مسائلی که شما مطرح کنه شین چون که حل بوده حالا چند سال ما توان جنگ بکنه تا مشکلات ما حل بشین بعد یک بحث دیگه نه البته جنگان شروع بوده در خاورمیانه به شکل‌های مختلف ولی کدی به قول معروف ما سر عقل رسه که مرزان طبیعی وجود بیان تا مشکلات ها حل ببند شین سک مهم پچه که خاورمیانه معمولا تقسیم بوده مرزانی غیر طبیعی هن. یعنی مردمانی که داخل یک مرز زندگی کنند طبیعی نه هن. زمانی که مرزان طبیعی مبین معمولا خود درگیری وجودی هن. وجه عبداللطیف ما شما اگه بفرمایید. من درود عرض کنم من گپا چو شروع کنیم که واجه ناصر در مورد جنگ 30 ساله اروپا گپ کتو بعد این اروپا جنگی بیتا که آیان به خاطر قدرت رسگا مذهب هم هور بیتا گو مذهب هور بیتا تا لورتگی هم از طریق مذهب به قدرت برسن و زمانی که مردم و قدرت و مذهب هور بیتگا یعنی حکومت شان جنگ ها ادامه بتا یعنی چو جاکه که تا این زمانی که دوین جدا مبا حکومت و مذهب ها یه جنگ هم شروع دیما بعد شان نشتن دیگه نتیجه رستن که شان جدا بکنن تو به صلح و آرامش رستن همین کن چون ما گنده گاهیم اروپا گشته مذهب مثلا حکومت جدایی و امن و آسایش تو قایم و همین مسئله خاورمیانه شما پیش کتو که خاورمیانه هم باید به همین نتیجه برسید که مذهب جدا بید تو حکومت جدا بید بلکه به این جاها برسید حالا معلوم نه چندین سال میمه مسئله اصلی پده بلوچستان گپه
و ایران اگو ملوتون یه جستاوتی که چوب کنم که داخل بلوچستان ما دو گروه بین یک تقریبا گشترین گروه مذهبی هم و کمترین گروهی که هستن مثلا حق حاکمیت لوتن توتی مردم حق حقوق رسن و آیانی که هم حق حقوق مردم لوتن ته حق حاکمیت لوتن حتما طبق قانون سازمان ملل بیم روان و مذهبیان ما فکر نکنو هم که سازمان ملل قانون قبول بیبیده آیا زمانی گوڑا ایدو که یه دوی طرف هم بلوچ هم چکتا بعضی موقع سنی و سنی مقابل بین شیعه و شیعه یا بعضی موقع شیعه و سنی ها بل ادا ما شما مثلا همه مذهبی بلوچ ببند تو ما هم مثلا کسانی که قدرت لوتا حکومت ها این هم بلوچه هم گوڑ اشا ما شما چطور گیشند کنیم و اشیا ما شما زانه هم این مذهبی اجبر نیاین تنها مذهب ها استفاده نکنند این چون که هنی ما گندگاه تمام هم سیاست تو کن هم مذهب اگاه اشا ما شما چطور گیشند کنیم سلامت باته من جست همشه که متوجه بیته من 100% تی جستم متوجه بودم و یه خب مشو درست ذهن هایشی آنی که فکر هم کنگند آنی هم ذهن ها هستین مثلا یک همین باره گپ جتگت مشو منطقه بخصوص مثلا یک فکر جلسه تا آلمان را بود که تمی موضوع سرا یک فوندیشن آلمانی یر کتگت بود نماینده ایران هم دعوت کنه بود تو موضوع همشیه دیگه که بود به صلاحت خبرش کتگت همین مثلا مطرح بود مثلا سکولاریسم که مثلا خب خاورمیانه مردمانی بازی نی مثلا همشین که سکولاریسم جامعه اسلامی نبیتن و ایشی یه مشکلیه به جامعه واسطه در حال که چون نه شی به صلاح که در حال که مسیحیت من خیلی جنگ 30 ساله لازمت حضرت عیسی و دیگه نیاد که پیستر ترد که روم حکومت هم ساکی قدیمی حکومتی بودتگت ودا رنده به شکل روم شرقی و استانبول هم انتو کنستانتینیپول هم انتو رنده پده مثلا جنگان لیبی داباوید پیش داشت بله خب در واقع جنگ 30 سالی که تا آلمان سرزمین مسیحیشتین تا آلمان سرزمین بود چون آلمان مرکز اروپا یعنی این جنگ 30 سال خوب دامنتون رو عبارا مردم بکنید در واقع یه جنگ اروپای تو کشی که دولت و ملت و ساختار سیاسی چی ببنده یعنی تنها یه جنگ مذهبی نیست بل خب شکل مذهبی دیگه همشیت که تو باید تو لوت امپراتوری جو کنی امپراتوری مقدس جرمنی بعد فرانسه لوت امپراتوری بی سوئد هم لوت امپراتوری بی سوئد هم مثلا مرچین اوکراین فنلاند نروژ یه درست بهاری چه سوئد بودتگه داوادی دانمارک هم تا یه جنگ ور بودتگه که پس سوئد مثلا سک مهمت که مثلا چه منطقه هم لهستان مشکلی هست که مثلا لهستان پدا بالتیک نزدیک چهان ما لهستان مثلا درگیری میتن یعنی دلایلان همیشه دلایلان ژئوپلیتیکال و دلایلان همیشه دلایلان به اصطلاح بگوش چیزی دلایلانی که مثلا تلوته یک وتی قدرت سیاسی دی ماوره بل خب مذهب یا مثلا کمونیسم یا یه دیگر کار دی ما به شکلی چیش کنه و مشه منطقه هم خوب ایشان هم یه دابتن آیا هم یه گپ بشستین ولی تا اسلام اتفاق بعد حکومت معاویه تقریبا یه حکومتیت که بخش به صلاح چی دهشتی کنار و چمود هم تقریبا یه جنگ بین شیعه و سنی شدتی گرفت که به صلاح شی که مثلا پیغمبر جانشین مثلا اشتباه بود دگن چون مثلا وظیفت خانوادی نه یا مثلا رسالت پیغمبر به عنوان مثلا مثلا فکر کنن نیاد آپده بحث تئوکراتیک منه ولی اسلام اش تقریبا تمام بعد چهارین خلفایان در حکومت معاویه تقریبا به شکلی حل کنک بود و یعنی ایشی یک باری که اگه مثلا مرسی مدرنیسم بحثن که میتیش بودیم به بحثی بحثان اکادمیک مثلا تا اروپا اتفاق کرد مدرنیسم به شکل اتفاقی جنگ 30 ساله سک تاثیر اجتماعی داشت مگوش که اروپا یک آرام شیاد ولی برخلاف تا کشوران اسلامی نیاد مثلا تو بگید همین اتفاق مدرنیسم و جامعه مثلا تکنولوژی بیاتی ممکن تا چین بیاد که ممکنه تا بخصوص زمان مثلا چیا باید
حکومت عباسیان فکر عراق و دیگه آن دوره بیاتیتی راند مثلا عثمانی دوره اتفاق کپتی مثلا این مدرنیستی که ما شویده گندگین یعنی چون نه این که اسلام مثلا مخالف شانه بلکه خب هر کسی خود آرگومنتی کارید هر یکی و در جنگ هم هر یکی میدابی آرگومنت کرد بر آخر متوجه بود یا آرگومنت جایشان نبرگن و هنه بخصوص نبرندش هنه بخصوص یه آرگومنتی که بیا مذهب و شماتری مذهبی مثلا حل کنه چی طرف پی جای نبارتیم چون جامعه جهانی و شرایط اجتماعی شی هم قبول نکنتین و آودی هم شی قابل قبول نیست تو بیای مثلا بگوشی چون تمام مردم با پروتستان و حکومت تو باید بنویسه مثلا شیعه اسناشری بیتین یعنی زبان باید مثلا فارسی بی حتی مثلا ما گنده مثلا همین اپوزیسیونی که ایران عربانته مثلا نویسن زبان در کنار زبان فارسی در واقع زبان فارسی با شیعه جای کلمه شیعه گرفته اگر یکی ما هم قبول کنه اشتباه کنه من خیالش است که مثلا این دیار کسی کانتی اخ پارچه تو یک زبانی ها پارچه تو یک مثلا مذهبی یا یک خانواده یا مثلا خانواده پادشاهی یا هر کسی یک منزلت خاصی بده پرچیا اشی بسرابتی یک حالت مزیت و غیر مزیت جور کرد یعنی اشی تنها که مثلا مذهب نه فارس بعد یک حکومت لوتیته بعد کلمه زبان فارسی کاری تک مثلا زبان فارسی ماشین هم چیزی نه زبان فارسی مشترک نه بدانید مثلا شیا ماشه بلوچستان تو که موضوع هستین شی 100% موضوع جامعه بلوچستان تو که با توجه به شیک مؤسسات مذهبی بوده ولی همه بلوچ هم شما متوجهید که سیستم اجتماعی که تو بیاریگی فقط بر اساس مذهب بیتید مسئله حل نکند همین جنگ 30 ساله اروپا هم چمشیا بود تو ورتد امپراتوری مقدس روم جور کنه یا مثلا جمهوری اسلامی ایران عد کنه تا جمهوری اسلامی باید مشخصی بکنه شیعه حکومت بی یا سنی حکومت بی مسلمان یا سنی یا شیعه چه حکومت در کنار بیت شیبوتی تضاد جور کن تو باید یک زبان فارسی بیاره مسلمان شی تضاد جور کن په عربا په ترک په بلوچ په یه دیگه زمینه جنگ و درگیری جور کردن و شان باید حل بکنه و این توضیح که پوتی مردم دی من خیلی اکثر بلوچانی که ما ورت نمانی که مذهبی هم زانته گویی بحثا دور نیاند که بیاید بگوشه آجان اگر ما شلوتی تا جامعه بلوچستان زنید که بلوچستان جامعه یک دستی هیچ با اتفاق بلوچ جامعه یک چه توانمندی ما شو چون ضعیفی ملتی بودن کم متجمعیتی وطن داشته همه بود تک بلوچ جامعه کسرت گرا بوده لازم مذهبی مشهور هندو بوده سیک بوده زیگری بوده اسلام شیعه و سنی بودن و از لحاظ اجتماعی از لحاظ جغرافی همشه برا تنوع بوده همیشه که به نفع بلوچستان بوده و ایشی پا بلوچ بیگانه نه همه عیسی پدیر و موسی پدیر و یه بحثا بل ماشا جورت بکنه انجامش بدن یه بحثا مثلا میل میگوشن که نه یه بحث جان نه همیشه یه متوادی که ساختار اجتماعی یاد کنه ساختار سیاسی یاد بکنن نتونه چه بحثان یک آیه بحریان دور ببه چون مثلا ایران اتفاق کرد که خمینی چیزی مگوشه خمینی ان چیزی میشه که شاید مخالف میشه مبارزه گوشان خمینی وقت پیسر فرمود کتگات نوشته که مالوت ولایت فقیه لوتون توزیع مسائل نوشته گات یه هم نه بازرگان نوانتگان یه هم نه بنی صدر نوانتگان ایشا درستی نوانتن ما شما هم باید این فکر بکنید باید بتونید چالش قبول بکنید و ایشا ما تو ورسک خب جامعه فارس شی بوده جامعه پنجابی شی هستن جامعه آلمان شی بوده جامعه بلوچستان هم هست ولی ما شما یک مثلا ایده فکر کنید باید به چالش بزرگی یه تلاش بکنید بود مردمان یه بحث دور بدین که نه یک جامعه زمانی شهر بیتین که جامعه بیتین از لحاظ مذهبی سکولار بیتین از لحاظ به اصطلاح آزادی بیان و اندیشه بیتین جامعه بیتین لیبرال دموکراتیکین که بیتین هر کسی نه مثلا ما بیایم بگوشیم ما مثلا حکومت کمونیستی لوتیم یکی بیتیم بگوشیم حکومت اسلامی لوتیم یکی بگوشیم حکومت خانوادگی لوتیم نه هر کسی حکومت مردمانی حکومت هیچ کسی نه که تو یک ایدئولوژی یک فردی بیاره بلکه بگوشه که نه مردمان ترا رای دهند تو فقط 4 سال تی حزب برنامه همشی بیتید که من 4 سال حکومت کنم رنده درک کنم یعنی اشیاء ماشوشی با جا چگلده یه ایده با جا چگلده ایده لیبرال دموکراسی که مثلا تو اروپا هستین ایده لیبرال دموکراسی بی‌معنی نه که مثلا من لیبرالیم یا من مثلا فلانی نه لیبرال دموکراسی یک سیستم نظامی در مقابل مثلا کمونیسمی که هست در مقابل نظام اسلامی در مقابل نظام مثلا مسیحی مذهبی یا مثلا هندوانی مذهبی یا یهودیانی مذهبی یا هر دیگه مذهبی یا هر دابه تفکری دیگه بیتید یا دیکتاتوری خانوادگی بیتید یا دیکتاتوری تک حزبی بیتید مثل حزب بحثه لیبرال دموکراسی یعنی همشی که حاکمیت مردمانیه و مردمان مثلا وقتی حاکمیت وقتی دولت تصدی امور تا 4 سال اما ما شما هم کاری تقاضا کنید تسویل دیگه شرکت مشوری شرکت مشور در بکنید دیگه مردم میتونه در بکنند یک قراردادی هستی 4 سال تا 4 سال داره اگه شهر کار نکنم استعفا بده
اگر شهر کار کو خوب 400 رند تا مردم 4 تا دیانتی یک قرارداد دائم العمر تر ندیانتی مثلا به آشکار یک صاحب آیتو تر در بکن هر وقت ولی خب تو مثلا تو حکومت بگوشه که مثلا متر حکومت داده تا آخر عمر شو مثلا تیتوار رسید که مثلا مشکل جور کو په یوگسلاویا یا مثلا ایران رضا شاه پواد کو یا خمینی پواد کو زندگی مثلا چطور کار را بگن نه دولت با 4 ساله بیت حاکمیت مردم بگیم باشه یه ایده جا چگل نه یه ایده مشکلیه یه ایده که مثلا ما فکر کنیم که امکان پذیر نه بله 100% امکان پذیره تا آلمان 8 میلیون مردم کشته بود 8 میلیون مردم کشته بود ما یه فکر بکنه که مثلا آبادی 8 میلیون سگ باز بود آبادی جمعیت آلمان 60% جمعیت آلمان تا 70% جمعیت آلمان کشته بود تا به نتیجه رسیدند که نه آقا جان یه راه اینه که ما برویم مذهب بیانه دیگران هم کاریته مسائل دخالت کننده تو مثلا وقتی که حزب برکت به عنوان حزب الله لبنان مسلمان شی ایران کاریته ایرانی هر که ایران مسلمان رو هم بوده همین حزب الله رو سوریه هم مردم کشیده همین حزب الله رو عراق هم مردم کشیده واندا که ایران هم مردم کشیده همین حکومت اسلامی که ایران هر کجا نرفت عراق رفت مردم کشتن سوریه رفت مردم کشتن لبنان رفت مردم کشتن یمن رو بگیم مردم کشتن یعنی اشد که به نام مذهب مثلا خب دیگه جنگا تمام بنده جنگان مذهبی باید تا بخش مذهبیش دور بکنه اگر نه نبیتید مثلا آبادی دو مشکلاتون حل بکنه باید آنت که اروپایی نتیجه رستن و من خیلی ماشا بلوچه هنگا هم یک مزنی برای چه بشه جامعه ها پایین نتیجه رستد که باید مثلا یا جامعه بیتین تمام بلوچی بود بتلا عیسی پدینوات موسی پدینوات و ما شما یک شرایطی حل بکنه به هم دیگه راحت زندگی بکنه نه اینکه مثلا بگوشین که هر کسی روش زندگی منی که بزوریتن و خبر همشیه نه بلوچستان تو که نتونه حکومت مذهبی جور کنه تو ایران نباگی خرابی یارگی فقط تو بلوچستان تو کام تانه که یک دستی مثلا ما بگوشین سونیا مثلا شما 80% اتفاق یکی چه اشکالان مسئله رومن امپایر انتخابی دیگه و در کسایی که انتخابش کردن لاتی مثلا کشیشتن دو یا سه کشیشتن که مثلا یعنی کشیشانی که مهم بودن دیگه آلمان دیگه یاد نه کجا چیانی گفتن ولی چون دانا دیگه مثلا ایالت تا ایشانی مثلا پدرشان مثلا به عنوان پادشاه تن شاهزاده تا اریستوکرات خانه تا ملوک طائفی که مشابهشان هستند ایشان مثلا امپراتور انتخاب کنن خب امپراتور میشه چه خانواده یا چه مثلا بخش جامعه دیگه میشه مثلا امپراتور را حمایت کنند انتخابی کنند ولی همشیا که همین مثلا امپراتور انتخاب کنه به یک همشیت که مثلا وقتی مشکل جور کرد با مردمان واسطه و همشیا مثلا یا اشکال جوری کرد که آخر به یه نتیجه رسند مثلا جنگ داخلی حدی کرد و یه مثلا یا بحریت که لحظی چه مردم ها احساس کرد که ما تا یه پروسه ور نگون پروسه انتخاب ور نگون پروسه انتخاب مثلا یک بخشون دیگه که چمی تو آلمانیتن آنی سرام مسئله اشتگت آنیم تا پروسه ور نگتن مثلا پروتستان ها و یه مثلا اشکال جور کرد و تا بلوچستان هم ما بیایم بگوشیم چون آیا هم همیتید مجارتی هستند آیا هم گوشتیم ما چون اکثریت کاتولیکا اکثریت تا آلمان جامعه پس در نتیجه حکومت میبینه چون ایران ما شیعه اکثریت تا ایران و ترسش هم شک سونی جمعیت باز میته چیزی که مثلا در عراق اتفاق کرد عراق پیسر سونی جمعیت گشتره سونی حکومت ها هم واضح بهتر شیعیان چوب گشته یا و خب جمعیتش تناسبش ادامه نه ایران هم مثلا ایران ممکنه 20% 30% سونی یا دیگه گشته شیعیان ولی در کل هم شد که مثلا چون ما اکثریت پس در چه ما را حق کسن تصمیم بگیریم یعنی ماجوریتریان رول شاید شد که ماجوریتریان رول آی دموکراسی نه آی یک دیکتاتوری نمونه ایرانه آی دیکتاتوری نمونه مثلا ترکیه ایشی بسیار پا جامعه واسه مشکل جور کردن چه ماشو گندگی مثلا تضادانی که جامعه جور کردن چه اما دا که جنگ داخلی ته چی یاد کته یا 30 سال جنگی تا آلمان هر کد همین تا ایران هر که ماشو بلوچ بعدم چه توضیح بدین تو نتونه مثلا شیعه یا دیگرانی که اساسا ممکنه سنی هم حکومت سنی لوتا ایگنور چیش کنه که نه ادم اکثریته و یه بار ما اشکتا چه بازی چه مردم مازیک ما برت ما اکثریته و ایشی مثلا ما شما که باید شیعه مثلا حل بکنه ببخش من جواب دراز کردم مهربانی واجه ناصر چطایی گاپان البته دانمارک پرچم نام دنبروی دنبرو قدیما دانمارک معتقد بودند که چه آسمان کابتا جر و شی هم ته کشور استونیا هم یک کلیسایی هسته نزدیک همه کلیسا چه آسمان کابتا جر هم بودن دانمارکیان چطور زورتا
پچک زمانه هم بگیرن یک رقابتان دانمارک سوئد همیشه بالکان کشور بود. پچک زمان بالکان در اختیار دانمارک بود. این طریق معمولا شامتی مذهبیش دیم آورد. البته بلوچستان تجربه حکومت طالبانش هستین، تجربه حکومت حتی جمهوری اسلامیش هم هستین. گندگان که یک حکومت یا سیستم مذهبی چه مشکلاتی هستن که اولا هم مسیحیان خراب کنن، مدرسه دینیان خراب کنن، حق عبادتش نیستن. کلی مسائل مشکلات الان سنیان داخل ایران هست به خاطر اینکه حکومت بر اساس مذهب شیعه. وجه رحیم مایک شما اگه بفرمایید. درود دیوان خدمت سلام عرض کنم و البته من نظرم ناصر جان باید به چی کاره بود توی ماشاءالله خوب پر انرژی خوش که بجد من که توستگم منی اولی عرضی که لطفا بکنم هم خدمت جمع و هم خدمت وازیکات خدایی آیشی که محمد جان بروچان خیلی جاگه ها مخصوصا آیانی که در بخش به قول معروف ایژوکیشن یا مثل ناصر جان در بخش داره کارشان مشغوله شاید تعطیل نکنگند و نبوگند. در نتیجه من فکر کنم که ایشی که الان گیشتر مردم برای وردی بودی کاران شروع کده منظور شاید قرنطینه قدیم که ما شروع کدی دیوانه نیلگ هر پنجشنبه وضعیت تغییر کرده. به همین دلیل دستبندی که من فکر کنم اگه ما شوی برنامه هر دو هفته یک بار بلی هم از یک نظر مثلا به طور نمونه هم سنگت ناصر نتوان تگه در رابطه گیشتر مطالعه میکن که بیه و همین لینکی که مثلا شما چیدیم دو احسن لینک حتی نتوان پچ بکنم. نه البته لینک رو دیر دیم داد. چرا بشه که الان مثلا مردم با دقت بتوان سوال مطرح بکنن، بتوان به قول معروف کیفیت جلسه دیوان گیشتر ببین و من مطمئنم که اگر هر دو هفته یک بار ببین هم فرصت گیشتر ببین هم برای دیوانی برجورکان مگر اینکه دیوانی برجورکانی که الان هسته اعتراض بکنه این پیشنهاد آیا دیگه وقتی ولی بهتر همشین که چون ما شما تمام بالاخره مجبور کار بکنید همشان یک دیوان تا نشتگن و هم شمایی که دیوان هم ترتیب دیو گردیدید چی یک دستبندی مداره کنن حالا اگر چنان چی کنوید و یک بحث دیگره و اما یک واقعیتی که برای انسان چه یه دیگه انسانان تجربه استفاده که حالا چه تجربیات همه حال بودن تجربیات گذشته بودن ما داستانی که میشه گوشند که چرخ بنی آدم لازم نه دوباره اختراع بکن چون برای چرخ بودتر اختراعش کرده زحمتش کشته و الان باید برای استفاده کنه تکمیل کنه و به همین دلیل همشی صد شرم که مسائل تاریخی جامعه جهانی در هر کجا که اتفاق کرده تجربهش استفاده کنه چون برای نیازهای اجتماعی انسان هم فرق نکرد که کجا گوشه دنیا بیشتری همه و به همین شکل هم تجربه تحولات اجتماعی که پیش گرفتن جنگ و چوپانی که بودن سراسیستمان گذشته که بودن تنو دوران قدیم رنسانس بگیره تا حالا هم که یخت رسته به جاگه همشون کلی تجربه بودن چیزی بسیار بسیار عالیه و همیشه که الان در واقع وستفالی پیس تریتی یا روش صلحی که اونان یک تجربه واقعا با ارزش جهانی که الان دارن فکر کنن در رابطه با مسئله مشکلات و موضوعاتی که در خاورمیانه پیش یخته که چطور کار بتوانند همه تجربه استفاده بکنند و تا جایی که امکانی هسته برای یک نتایجی برسن که یک پایداری نتیجه بگیره و دقیقا هم شما واشم اشاره کد ناصر جان که مثلا الان پس از بیش از 40 سال برای الان گندگی مثلا طالبان آمریکا یک جاگاه نه هرچند که اول هم با هم نشته بوده ولی بعد از اینکه آمریکا رفت بالاخره افغانستان سراست بعد از مسائل 9/11 و بسیار سپتامبر 11 سپتامبر که اتفاقاتی که هستن دیشان بالاخره رفت و چه کلوشتنش ولی نهایتا مجبورن که منندن کنار هم دیگه پس از مدت طولانی برای نیروهایی که هستند از نظر توان و قدرت مختلفی که هستند پیشان فرسوده و هرچین کم قریب و فرسوده و نهایتا مجبور منند با هم گفت کنن نو گفت ادانند که خاورمیانه کشورانی مثل ایران که هست یا مثل افغانستان که هستند که تاریخاً مولتی نشنال هم به اصطلاح کثیر المله هم تکثر
برحال هویتی بوده هست بوده شام و با توجه بشی که یک سیستم امپراتوریانی بوده تو شام هر کس زور گشتر بوده شیوه زندگی آورده چون بوده که برای هر کجا بول بکنن تو برحال مناطقه هم تو بدارن تو تا مالیات بده تو شام الان یک شرایطی رسته که در جامعه مثل ایران به طور مشخص این ملتان مختلفی که بودگن شانی ساورنتی نشنال ساورنتی یا محاکمتی بوده حالا به هر شکل برای بوده برای گرگ بوده چه دستش و نهایتا هم گندگین که بعد از انقلاب مشروطی هم که ایران تا بوده تو شام حالا یک سری منافع به هر حال جهانی یک سری قدرتان به یک شکل دیگه ایجاب کنه با توجه به همین دیگرانی که کلا یه دیمادیم بوده هستن پیشان تا یک سیستم بسیار متمرکز یادش دهم همه جاگاهی که شما به خوبی اشاره کرد که الان یعنی در واقع هر چیزی که بلوتن تا ایران بلوتن نام بگیرند و به صورت یک شکل و شمایل یگانگی و وحدتی بدهیانتی که نامی هلت فرهنگ ایرانی نظام هنر ایرانی فلانی رد دقیقا متاسفانه دو و ربط واسن به همه فرهنگ و هنری که فارس بود و شی برگردنی که بالاخره ما که قدرت دستی بودن همایی لوتتا که بودی هویت به عنوان هویت کل مطرح بکن از شما اشاره کرد مثلا وقتی که به طور مشخص هر شاه این و سوئیلی تا اروپایی تا بودی دین حوضه خود تمام باید عوض بودی دینا همین دولم دقیقه وقتی که اسماعیل 16-18 ساله برای از سنیگری وقتی که تبدیل میشه بود با شمشیر فحصانی مجبور کلش یه ببین اگر هم نبی از دم تیرش گواجه نما برای دو کردن سر متاسفانه انجام ده بودشم و کل مکانی که ایران دست حالا بحث سر ایشید الان ایران که با توجه به این چسبیرانی که تحت کل خاور میانه بوگیم و به طور مشخص ایرانی تا الان بوگیم تو شام جنبش های ملی به شکل کاملا شناخته شده و کاملا برجسته به عنوان جنبش های رهایی بخش ملی ایران ها یا حتی پاکستان ها در نظر بگیریم حتی افغانستان ها حالا هرچند که علیه شکل شمال دیگه بود گرفته ولی کلا کشورهایی که بودن مسائل ملی مسائل راجی به این شکل بودن که ظلم و ستم و تبعیض یک ملتی حالا یک دولتی که نمایندگی یک ملتی کرده من نگوتم محلوک مردمان هم ملت بقول مرو بور بکنن و بگوشن که کینه و نفرت بین نظام فارس بلوچ بیت یا نظام بین عرب و فارسی و رسیم تگه الان به یک همچین جاگاهی که دیر نهند آروچ هم آگاهی ها مردمانی برزه رفتگن و هم شرایط بین المللی تقریبا به یک جاگاهانی رسته که برحال الان دیگه پرسترف نکن که مسئله دین و مذهب به عنوان ابزار استفاده بکنن اما به کسیتر هم اشاره کنن که باز بالاخره هر کس زور رسته بوده امپراتوری سرش یک شکل حالا از نمابوتی فرهنگش به استفاده بکنن یا به عنوان یک دین یک مذهب بیتشون استفاده کنن الان بحث داریم که نهایتاً مسیر و سرنوشت این جنبش های رهایی بخش قدرت و توان مردمانند ملتند راجند که در فردای روز توان تعیین بکنده نو ماشمان بلوچ هم با توجه به چی که و شبیه داره اشاره کنه برحال از نظر تفکری ایدئولوژیکی بلوچه حساب کنه یکی ایده الان یک سری تفکرات خاص و تشفر انچو که برحال قدیما هم بوده یک ایده بود دنبالش این فقط نظام دیکتاتوری طبقه کارگر میتون سرکار یا ایده برشن که نه باید دیکتاتوری ولی فقیه ببی یا از نوع ولی فقیه یک شکل دیگری مثلا به پرسنال سیستم تمام سنت هم هستن پیشان که یک نوع خلافت داعشی مانندانی در بکفن بلوچ انجام داده شد در اصل این مسائل هستند اما واقعیتا ایشان که جهان الان چون شما مثل دخالتان هم هست جهان الان نسمت مثل سابق حالا اگر چنانچه نظارگر بودن قبلا ولی الان منافعش ایجاب کنه که دیگه نظارگر نرو دخالت کنه در مسائل مختلفشان بحث سر ایشی که اگر بلوچ راست سر وقتی مسائل نشنال ساورنتی دموکراتیک من کلمه دموکراتیک تاکید کنه هر موقع حاکمیت ملی مطرح کنه گیبی به خاطرش که ما وارد یک فاز نوینی از نظر مراحل اجتماعی مثلا اگر چون واقعا
100 سال پیش 50 سال پیش گپ بکنیم آمدی فقط مثلا حاکمیت ملی مطرح چی که وقتی دموکراسی مطرح نه حقوق بشر مطرح نه هنگت حقوق شهروندی پاش مدرن گپ کنیم هم به شکل مختلف قول معروف خیلی علنی و عام نه که هر کس دنبال این افراد دنبال دیگه حق و حقوق دارن. اما نهایتا من میابرم متاسفانه باز بگم میگم منم گواشه انرژی گرفتم. نهایتا من لطفا شی باشم که ما بلوچ و ایشی جوستیک من فقط نه تنها کچته کنم ناصر جان شیت تمام جمعی که نشته دارن کنانی و من مطمئنم که این جمعی تا تفکرات و بینش های مختلف برای سیاسی و برای دموکراتیک و نظام ایدئولوژیک و هر چی که نام بگیره برای هست این جمعی تا بحث سر ایشی که بلوچ راج چی باید بکن در همین مقطعی که همین الان هم که هستی و متاسفانه باز هم بحره که حالا مشرقی بلوچستان در نظر بگیره چی مغربی هم در نظر این آتمی که این جنبش ملی رهایی بخش باید توانمند بی همین بحر بوه و چون بوه باعث بوده که متوانند واقعا رهایی بخشی نتیجه بودی چند ماه هنو بوده بگیندن زمانی توان ببینید که واقعا همدستی و همبستگی و هدف مشترکی که بوده هستیم تمام دوی همه هدف مشترک بچارن و به همه سمت همه هدف مشترکی که هستیم جهتش در همه یعنی نگاهش چارگش حرکتانش کار کردارانش درو در همه جهت حرکت میکنن پروانتشان که نیستن تعلم به شکل مختلف و از زوایای بسیار بعضی وقتا زاویه دار پراهین داره به سمت هدف که ایشی باعث این که این جنبش رهایی بخش ملی بلوچ ضعیف بید ضعف اینه تا جای بیدن که کس ندان اگر چنانچه مثلا در این بلبشوی که تا خاورمیانه هست باند در توش یک سری اتفاقات بلوچی بکتی من شخصا داره فکر کنم مثلا واقعا سرنوشت مردم بلوچ در دست واقعا یک جمعی بیتین چه مشرقی ببین چه مغربی ببین در دست یک جمع واحدی توان ببین که واقعا رهنمون ببین پیشگام و هدایت کننده این حرکت جمع ببین به صورت اهداف عالیه که این ملت هستیم راجع هستیم برای که همین این همه زجر کشته و زجر من کردم کشته بشم و که میره در شیر که نیسته و اگر نیستن چی باید کنک ببید که در همین جهت بینی منظورش اینه که مثلا مذهبی مذهب رو ویل بکن کسی که عقاید به اصطلاح عدالت خواهانه هستن و فکر کن که بدترین قشر و طبقه‌ای که مورد ستم اقتصادی اخشار زحمت کشن در نتیجه حتما باید یک احزاب باید یک سری تفکرات باید که نمایندگی فقط آیان بکن توشان یا نظام یک سری کسان هستن که فرض کن فقط مسائل هویت های ملی مهم اکثر مسئله زبان و نظام سر مسئله فرهنگ و دود و ربیده و نظام آدیگه چیزان که هستن در این جهت کنه میری موضوع ایشی این که تمام این اقشار مختلفی که هستن ضمن حفظ اما گفت توجد عیسی و دین و موسی و دین و ببین کجا نکات مشترکند که توانند مذهبی غیر مذهبی طبقاتی غیر طبقاتی اقشار مختلف اجتماعی که هستن از پایین‌ترین اقشار زحمتکش بگیره تا بالاترین اقشاری که برای تکیهش به قول معروف روی یک عده دیگه زندگی بگذارن توشان فرقی نکن کی ببین حالا چه ایدئولوژیکی ببند و یا چه به قول معروف سنفی و اقتصادی ببندشم کجا آیند اصولا یا کجا آمد اصولا و مخصوصا وقتی که ما صحبت از ایشیه کنه که الان این اصل حقوق بشره همچون شما هم بازم تاکید کنه مثلا حتی تعیین سرنوشت این چیزا مثلا دارن از طرف UNPO شارن قراره که مثلا تبدیل کنه به عنوان یک مسئله تحکیم تویین یک ساختار تحکیم تویین که بتوان یک شکل به قول معروف توجیهگر یک نوع خواسته های میتونید به عنوان یک ابزار فشاری استفاده کنه میتونید بر علیه آیانی که حکومت دستش و یا آیانی که حتی حکومت بعدا دستش مید و اگه ممکن زورشون نرسی ولی تحت این مسئله حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت بتوانند بشن یک نتیجه برسن من ندانم باوتم ندانم چیه بود چون بشی که واقعا پرتبور گفت کنک بود ولی امیدوارم که آن نقطه اصلی که
خیلی خوب در بعد رسیم باید برام تو بند کنه قربانه ولی امیدوارم که واقعا این نندو کنم این دیوانه بحر بزرگن طلعت چند منی سوال کامل روشن نبود ولی اکمالا در توضیحات شاید تیر کنم توضیح دیم مسئله نه آدگرام تو نظر بدیم من خیلی ماتی سوال متوجه بودم رند اگر متوجه بوده باشی من خیلی تو سوالم شد که چه چیزانی مشوره گو یک دیگر ور کن که یک جهت مثلا چیزی که گوشه حاکمیت دموکراتیک بلوچستان مگه برویم دقیقا ایشی خوب یه گپ همشن دیگه مثلا اصل موضوع همی بودد که مشماشی باره ایدا که سرترم خبر کتا زمانگان که خالتا کت هم پیشی که مثلا حزبر بیرنده که حزبر بوده هم مشما همی خبر کتا اگه که چطورکا مذارت ببینید یه رای در بگه که مشما بلوچ متحد بید و یک جلسه هم مشور هستد همی که به اصطلاح سازماندهی گپ چلاند که دموکراتایزیشن لیبریشن هم دو بارین بلکه ماش پی به اصطلاح دوینا تقریبا گپ داشت اندیک لازم نه ای باری خبر بکنم محمد هم پیشنهاد هم ای بارا ادامه بدین بلکه وای بسیار که نوشتاری هستین اصل موضوع هم شد که ملتان یک آزاد بودتا و دموکراتیک بودتا چاره گواردین ایشی که درستی مردم یک جا یک چیزا بلوتند نه مثلا تا آمریکا وادی مثلا مردم پادی هستن به انگلیس مخالفت ها معمولا یک چیز دو چیز مردم متحد کردن مثلا شاید که آمریکاییان خوب آنی که بخشی که از لحاظ اقتصادی وضعش خوبت و زمیندار هستند آزمانه خوب متاسفانه بردهدار هم هستند اشان مالیات گرفته حکومت انگلیسه اشان گفت خوب ما مالیات دهیم ما را گوره باید شما قدرت هم بده انگلیس ها گوره نه شما مستعمره هنچون مثلا ایرانی ها فارس ها مثلا دیگران ور نکنند تا بودی بحثان دیگه باشه که باید لازمه چون آیا مثلا حاشیه از آنند مثلا تمام ایران فکر نکنه تو اتنیکیه تو قومیه ما ملتیم ما اصلا وقتا ملتی هم نوات ماورای ملت هم بالاتر زانته خب شی نبیتین چون چیز هم چون مردم مثلا یک اتفاقا نبکه مثلا بلوچستان خب ما شو گنده دیگه بلوچ هر یه بلوچی بیتید حالا مثلا خب حکومتان مردم قوتی قدرتان دولتان آیان لوتن مثلا دلایل متفاوتی بیارند که یک ملت جدا بکنند همین که مثلا آینی که حاکمند آیان یک سری احمد آینی که زیر ستمند آن یک سری درونی ساختار هستند که لوتن چه باید دفاع بکنه یا که دیگر رو زیر دست بیارن همین که مشروع جامعه تو که کمونیسم یاد مشروع اول انقلاب و مذهبی بلوچستان تو که تقویت کنه بودن نیروان سنتی که بلوچستان در کنه بودن ایدرو مکانیزمان اجراییت حکومت مرکزی ایران هستند و مشروع خوب به شکل ساده مثلا قبول کنند و یکدیگر مثلا ممکنه قشر مذهبی رازدیت کنه و قدرت گیری گشته آن یک پیسرترا و پیسی حکومت رو گرفتند آیان تورسا چیشی ماری نوکی حکومت در کن جگرت رفتند جوانا مثلا یاد کرد یک سری ایدئولوژی که مثلا مال لونه طریق کمونیسم مثلا حل کنه بین المللی دیگه مثلا تنها بلوچستان مهم نه ما ایران مثلا حل کنه ما آمریکا مثلا حل کنه امپریالیسم چه ملک در کنه اما این شعارانی که مثلا خمینی دادن صادر کنه انقلاب تیشون تو که هم هستند دیگه بله همین چون نه این تنیت بلوچستان تو که خب با بخش مذهبی واقعا قدرتمند تن تو سنگ دتی با باشه به شکلان دیگری تا جامعه تو که رای پاچ کنه بله آیا متوجه بود که مثلا آیا نتوند به صلاحیت موضوع تا ایران به شکل حل بکاتی و حقوق بگیرید آن نیروی سنتی هم ممکنه لاتی و حکومت پیسر مخالفت هم برگشت حالا ضعیفتر بودن ولی ما شو گنده حکومت ایران مثلا مسئله زابلی مطرح کردن و بلوچا که مثلا فارس کسی زار نه بیشتر بلوچ مثلا زابلی سیستانی برا کردن سرحدی مکرانی اد کردن مروچا یک جای شهری و یا باند به فساتی بود بین ملت مردمان و جریانان پیش یاتگتن مثلا هر دام اختلاف جور بکنید مردمان تو که قشری و تضادی ولی یک چیزی باشه بلوچ رو گندگین ستمی که بگین درست سر بگین حالا مثلا مولوی سر سیستم مذهبی بگین آیه مهم میشی آیه که قدرتی بود پیشرت حاکمیت مثلا قدیمی حاکمیت پیشی شاه حاکمیت بیته و هنوز حاکمیت دستات آیه با دنبال وقتی قدرت بیتین دیگه جوان بلوچ دنبال کار بالاتر بیتین دیگه قشر بلوچ بسیار بلوچستان انیگا درو دنیای لورتگین ایشی یک فاکتوری که ماشه بلوچ مثلا بیان بیچاره ما دوست آمریکا مثلا یک چیز متحد کو دیگه هندوستان مثلا شما شو بیای مثلا اگه شما مثلا که مطالعه کنه اندرا گاندی که مهاتما گاندی چیه بود واد مسئله ها یک مثلا مارچی انجام میداد چه یه سر هندوستان تا سر هندوستان یه مسئله یه واده ولی درو مردمی جمع کتن یعنی یه شویت یک موضوعیت ساده این مردمی درو یک جا کتن بردن تی گوت و یه نیمگا تا نیمگا
الان که مثلا بل خب ودا مثلا یک رهبر تمام عیاری هست دیگه شی سک مهمه که مثلا یک قدرت بیت یک اعتمادی بیت شی مثلا تا بلوچستان تو که مثلا ممکن تام جور نبوده و همین بیت دلیل همین بیت که پیشتر مثال ماده داده ترافیک و دیگه باز بی مردم مقصد نرسی ماشین باز بیتن مثلا ایران حکومت بیشتر پاکستان حکومت بیشتر مشمه جامعه پلورالیسم که میشه جامعه هستیم بعدی سالن مشغول داشته ولی پلورالیسم تو نه استفاده بکنن خان و سرداری مثلا بیان که رقابتش بیار بکنن طبقه میدل کلاس بیارن چپی بکنن مولوی بیارن مثلا اسلامی بکنن گوشت پتو اسلام مهمتره بلوچستان مهمه ولی هنی ما شده رو متوجه بودیم چای یک مولوی چای قدیمی سنتی معلومه تا چای جوان بلوچستان درست هم گندگی اگه بلوچستان رو شوتی دستا بیتن بلوچستان قدرت بیته خب مثلا نریگان بلوچستان معروف ما وقتی همیشه مثال دارم یا برام در سوئد در مجلس سوئد یک بحثی هست و در محور کد بعدش اتفاقا که اتی محسن سازگاره هم هست تا جلسه چه آمریکا یاتگت که خب وقتی هم تا ایران بودت و رژیم ها مثلا پیسر بودن خب مخالف رژیم منو تا یه مثلا بحثان که تو کسیون هستن شرکت کردن برای چیزی که محور کویگو مثلا خود شما که مثلا فدرال لوته حکومت منطقه لوته یا مثلا لوته خود مختاری لوته مثلا بلوچستان خب مشکلاتی هستن دیگه بلوچستان مثلا چطورکا مثلا اگر وقت دیگران بیته اتفاق بیته تا سیستم کلی بیته بهتره تا شیک مثلا وقتی او قبول لوته ما اتفاقش تشکر کنم چون یکی کنت خبری کنته تو لازم نیست مثلا یا تشار بجنات چکایی تده اون خیلی معنا تو بلوچستان مثال جات چون زمینی داره که من جواب بدم ولی بلوچستان استانی که وقتی ایران وقتی کتابان درسی مواد نیست که بلوچستان مهاجر پذیرترین استان ایرانه یعنی به معنی بلوچستان چیزی هست مردم کاینده چیزی مبی کس نرو بده خب مثلا با بلوچ چیزی نیست نی دانی مردم ها که ایرانش دیم داده پایه با چیزی هستیم بلوچستان ها من یکشی مهاجر پذیریم بلوچستان رو تو نقشه بسار بلوچستان دنیا تمام بیته آنی وقت بلوچستان خلیج دنیا چون بلوچستان دنیا شروع بیته چون چه بوده بلوچستان دنیا شروع بیته رو به طرف هند چین بودنی که زر و مردم و کار هستند چایده باید انرژی و ریسورس هستند اگه بلوچستان تو که سیستم خوبی بیته بلوچستان جامعه یکی چه پولدارتری مردمان بیته چی به نفع ما شد درستانه چی به نفع ما شما آیانی که لحاظ ذاتی یک دیگر فرق لانتین به نفع آیانی که لحاظ مذهبی و فرق لانتین به نفع آیانی که لحاظ مثلا طبقاتی فرق لانتین و یک ایدئولوژی پوتش در گرفت پرچیک مشو جا ای پدا اشی روند مشو باید بچانه بلوچستان مشمه جامعه مشو باید بلوچستان حاکم بک بلوچ زبان بمانی بلوچ فرهنگ بمانی بلوچستان نام بمانی اگر نه بلوچ هم حکومت ابراق کنگین مشو چون دلیل هست ساده ای با هم دیگه متحد بودیم ولی خب مثلا وقتی که مشور وقتی ضعیف انچی ببینید که هر یک بوتی نمیگه بکشی هر یکی بلوچی مثلا وقتا مطرح بکنه خب دچار مشکل بید ولی چون مسئله هستند که به موقع خب مشور جامعه ضعیفی مشور نتونه مثل گاندی ممکنه عمل بکنه در مقابل انگلیسش یک فرهنگی برای مدارایی هستند فارس فرهنگ مدارا نیه و ایشی بسیار یک چیز مهمیه فارسا معمولا واشمیته ایرانیان یک طرفدار فارسن که مثلا وقتی فارسا رو مثال جن فارس مثال نجنا بعضی مغول نامکارانت یا دیگه ملتی نامکاران نه فارس جرنده باشه فارس وقتی مدارا نیست ظلم کنه خب فارس بیشتر ظلم کنه چه مغول یا تا یبر رابطه جنگی بوده بل مارچیک ظلمی که سمش جامعه تو که طرف فارس بگی فارس مدارا آدمی نیست ما شو باید مواظب باشیم که مثلا ما شو خوب انگار گنده میشه جامعه مثلا تو مثلا گاندی عمل بکنه ما شو مثلا تهیز مردم بلوچستان دیگه یا تامی کاری که کیز مثلا فراگیر میدی جوره کنه افراد با تفکرات متفاوتی با هم دیگه جمع بودن و یک سری کارانی انجام دادن که هم مسئله بلوچستان از بین‌المللی مطرح بکنند و همزمان تا بین جامعه ایران و بخشان جامعه ایران که مثلا به شکل مثلا ملتان متفاوتن چه جایی چگل بدیانت تو بحری چه بلوچستان رو تو بلوچستی بخش چاک میته برسیته تا بتون باقی قدم برسنی اگر چه اول ما شو بتون اول قدم چسب بکنه خیلی خوبه آیه هم شو منتظرین که چه فرصت پیش ما شو بتونه هر کسی وقتی مثلا هر کسی وقتی یا پارگی میلیونر بیته ولی خب ماشونا رو تو کاچاک میلیونر بشه چون امشب باید آورده رو باید میبرد که یه مسائلی هستن اشید که ماشوال لوته طریق منطقی و درست و دست بازو و بعد کار انجام بده و مسائل متفاوتی هست ماشوال متحد کنه به زمانی که ماشوال بتونه یه کار رو انجام بده زمانی که ماشوال بتونه مثلا مارچی که گاندی انجام داده تا جامعه بتونه انجام بده که ماشوال نمیده و اشی مثلا بخش مهمی است ماشوال بازشیا 100% مثلا دیم آوری و همه بحثی که ماشوال هنگان اگر بتونه و کاران شریس را انجام بده و شریس را مثلا بتونه دیم آوریم و حزب محکم بکنه و کارا یک جا بکنه
از زمانی که تید که من کلا مشبتونه یک دلار ایشی و یا ایشی اما در واده یا مثلا ما مالیات دیم بعد قدرت هم بیتین و معنیشی که مثلا ما دنیا زمانی بشه یه چیزی من هر جا استفاده کنم حالا ممکنه جایی نه مردم یه خبر بکنن تعلنی ولی من هر جایی که رفتم چه اروپا بوده تا آمریکا بوده یا هر کسی من خبر بودم باشه هر کسی بلوچستان یا بلوچستان نتونی حکومت بکن چه الکساندر بوده میاد که چما قدیما الکساندر ما بلوچستان جتاش ما بشکل جنگ نبوده هیچ دنیا تو کن غیر قابل شکست بوده بلوچستان جتا حالا دلیلی ما بلوچستان هوای گرمی بوده یا ما جنگ بوده 6000 بلوچ یک جا کشته الکساندر جنگ کتابون تو که هم هستین پرتغالی هم شما یاد که ما نشتگن انگلیسی میاد که شما نشتگن هنیگا همسایه دیگه ملت مثلا کفته آم نتونه بلوچستان از دلش کشی استفاده بکنه تا وقتی بلوچستان به حاکمیت ما رسیده و یه بخشی این که ما شما باید تقویت بکنیم که تا زمانی که ما بلوچستان اول ما بیتیم و ما بلوچستان اول ما بین دیگه کسی اول به یک بلوچستان فایده ندادین و یه مثلا جتا شاه هم یاد کلوتی اوایدا شاه هم برنامه است بلوچستان درست چه بلوچستان در بکنه ما شما بلوچ سرپد نیتیم موضوع اوایدا مصاحبه هستین که بلوچستان ما با چه منطقه در بکنه هدف شمشیر که مثلا یه چابهارا کناره که شهر کنه گفتم ما شما بلوچستان پگل رفته گفتیم گجر هدف هم شد که همین چه ساعت ما شورا بده بدرنجین که دلگوشیم بکنه یکو مثلا چما پاچ کنه دیگه جایی بمه چون که دزمن تو تا آفریقا جنوبی گشته گفت بعدی که اروپایی یاد که من امریکا ما کتاب برن ولی واسش به توار گار بود حالا من ندارم توار چی بود واجب الیدی ناصر احتمالا اینترنتی چی بود احتمال اینترنتی هسته که اشکال پیش هسته و حتما برگردید البته تا زمانی که ناصری من تا الان چی بکنن شما اینستاگرام نگین دیگه البته اینستاگرام هم مردم تکست دیگه یکی نوشته که طالبان افغانستان اهل سنت هستن بنگر که چطور امارات اسلامی درست کردن روس و آمریکا را به زانو در یعنی فکر نکن که گیرند افغانستان به زانو در نه روس و آمریکا پدا نوشته که مردم بلوچ گول نخورید چون سکولارها هر وقت حاکم بشوند همانند اتاتورک و امام علی رحمان حجاب را لغو میکنند و قانون شریعت را همچنین و کافرها بالای شما حاکم میشوند در حال یعنی افراد معمولا همچین تفکراتی هستند تجامع بلوچستان دموکراسی حاکمیت مردم است و قانونگذاری طبق میل مردم و این مخالف شریعت هست یعنی چون حاکمیت مال خداوند هست در حسب آیه ارتقا حاکمیت مال خداونده بعد خب معمولا تجامع بلوچستان یه جور مردم هستند تنچه تکست در هر صورت و یه مسائل هستند نخوبشی و تسوید هم هستی تسوید هم لاتی بخشانی هستند اونو یا آگند که حکومت مسیل و تانتین اشان چیز عجیب غریبی نیست ولی خب تو نتونه درو مردمان یک قانونی یا یک قالبی تو که بیاره دموکراسی فرق همشه که مردم یک قالبی نیاید و ایشی یک بحثی که ما باید انجام بدیم یه تفکر هیچ بین نروتیم بل تفکرانه اجازه بی یک دیگر بحث بکنن نه یک دیگر بکشند تا زمان یک تفکر قدرت بیتن چون ما جنگ 30 ساله درستش کشتن خب طالبان جنگش کته و روسا پیسر مجاهد آمریکا کمک کتن اگر ما آمریکا کمک نکته مسلمان مجاهد چو قدرتمند نبوده گتن و هنگا هم طالبان مثل پاکستان کمک کنه به خاطر ژئوپلیتیکا ولی مردم افغانستان بازدگن همین کمپی که در یونان سود که درو افغانتن بعد وقتی هم بیچاره تا ایران چین چه بازدگی کشنگ افغانان تا پاکستان چین چه افغان بازی تا سوئد حدود 30-40 هزار جوانان افغان بیچاره یات تمی 2015 چهشان تقریبا 30-40 هزار سوئد پناهندگی ندادگان چه ویل خیابانان بی سر و بی پناه سارتی گرمی سوئد ایگا آخه یه چه جنگی یه چه فایده هست سوئدی در راحت تن زندگی کنه که جنگ 30 سالش بعد تا آمریکایی بود جاگا راحت نشته روسی بود جاگا راحت نشته بعضی آگاه جنگ ها این که من مثلا پرچیا آخه بیاید زندگی خوب یاد کنه ترکت برای مسیح نماز بکنید هر کس برای وقتی به صلاح هر مسیح شیعه بیشتر سنی بیشتر یا لوگوت نماز بکنه بلکه یک دیگر را تحمیل مکنه یک دیگر را وپار بکنه و اسلام یه مذهب نبوده که طالبان مرچی نمایندگی کن یا خمینی نمایندگی کن اسلام باز شرطی بوده
اسلام همچه چیزی نیست که مثلا یه تفکراتی که مرچی بنیادگرایانه یا افراطی یا اکستریمیسمش کارانتین. اسلام چما وادی مذهبی بودد که گوشون اسلام متفهم پیش چه مسیحیتا یک دوره کوتاه یک وقتی ایده یار و تفکر یار محمد به عنوان یکی که مسترین سیاستمداران و تاثیرگذاران تاریخ و تفکر یار در دوران معاویه شکل مناسبی گرفتی تمدن اسلامی جور کرد. بله نه بر اساس که مثلا پیسر هستند بلکه بر اساس قدرت سیاسی اجتماعی و یک چیزی که اسلام یاد گرفت شاید اسلام را تا دمشق تفکر یونان تفکر روم فلسفان مثل ارسطو اشان یا حتی تا اسلام اشان جامعه اسلام دیما برد از زمانی که تفکرات مثل رضوان انوگان راندک مثلا لاتی و اشان یارتگان که راندن نمونهش مثلا یه چه نامی مودودی هندوستان سید قطب تا چه نامی تا مصر خمینی تا ایران مرچی گندگی متاسفانه اسلام و تی نقش بالندگی اصلا مجامع مردمان اسلامی و تی نقش بالندگی دست داده. بهترین که اسلام همه چیزی که بوده همه چیز ببیته نه یه چیزی که مرچی لحظی بونان طالبان یا ولایت فقیه کارندی. مهربانی. واجب بلوچ دست برزن مایک شما اگه بفرمایید. بلوچ شما مایک بنده. جی انوشروت. ها انوشر. السلام علیکم واجب ولید صاحب واجب خدای صاحب امیدم که شما شر انشالله. ما چند مرا سوال هستیم درباره می طالبان که شان جنگ یا جنگ مذهبیت یا جنگ آزادیت تو گوشتی خاطره ما گوشه که البته وش کتاب بله حقیقت یک بار یک کماندوی چه طالبان نه یک کماندو جنگنده جنگ واسطه شد یک منطقه تو اما مقابل کماندو که افغانستان بیتد تو اشی بر بیتد که مثلا زانت بیتد که اشی آتا پمنی مقابله و جنگا تو اشی بسیم کرد که فلانی تیاتا که چه مقابله وشتاتا که چونکه این هم تواری مردم بیتد گوشتا که ما باز وشم که تیاتا که من مقابله یرگی غیرتمند مردمی ورگی جنگنده مردمی ما هم دوست داشتیم که مرگی مردم مقابله بکنه. تو بس ما ایک ساگوشین که ایدئولوژی چونت یردو اینانیم همین ایشان گوت جنگا ایشان گوت رفاقت داشته یک مردم فکر کنن خودم دشمن که پای که ادگر کشتنند ایشان چون رفاقت کنن چون دوستی کنن ولی غت میشد که ایشان گوت رفاقت کردند اما جنگ تا مقابله و تی وشتاتتم بله جایی که ایشان جنگ کو پدای بیسیم کو که ست اما نظامی انا چیزی بوده یا نبوده و تی اروال جست پرس کن تو امی کماندو و طالبانه که وطن بلوچیت قانون نه انتی دنیا گودا ایشی ایر دعوت داد که مت بالغلامیه انگریز غلامیه یا امریکای غلامیه ایشی بیا مینه وگا تو های گوشکی نه ما دا غلامی نکنگم ما دا پوتی وطن حفاظت هم جنگ کنگم و مرا اگر بیا اینو دا دوست نداریم که کسی مرا دوکه دن تو مرا کشید بلکه من دوست دارم پوتی وطن واسطه پوتی وطن حفاظت واسطه جنگ کنیم تی غیرت تی جنگ هم منون بلی ما پوتی وطن واسطه نه که مثلا انگریز غلامی کنی یا دیگه حسابه گودا ایشی ما ده کبر داد ابر اسنی سامی ابرت گوشی اگر شتی سپاهی که اما افغانستانی کماندو طالبان کماندو شتی سپاهیان میں دستا کی کافی زنده اگر بلوچی بھی اگر افغان بھی اگر غیرتمندت ماہر زندہ کاکل بلی اگر پنجابی بھی لای ولی بھی هم ماشی گردن مقصد ایشی که ملتانی جنگ گشتری سب دنی چه بودند حکومت هم بودند تو چند تا نفت شمی دنی هم بودند مثلا طالبان گوشته که
ما دوست ندارم انگریزی امریکایی بمای چیه ملک سرکا بیزتو آبیتم چیه سر دخالنت ما لوٹا آدن و شاید طرف افغانستانی گوشی که ما نلوٹم مثلا پیاپی بیت ما اموران تا دخالت کنت ما نعم بید و آیشیه کشتا کتا گفن پیو و وشیتا انگریز غلامیه و ایشان چیشی سرام و بس دیگه ما در مورد عباراتو چون که بعض طالبان سر چیه که ساوشی طریقت انشالله شی اگر استفاده برتن دیوان اندوکن تو شما بله ما بس در دانش نبارد بلوش دانشجو مرا خب بلوش دانشجو مرا چی اوان تو تری مسئله ایشن که تحت یک نظام تحت یک سیستم بلوش دانشجو تمام پاکستان وشه ایران وشه ایشان آنچه که مثلا تحت فشارند هم از نظر مالی و هر نظر گوشه تحت فشارند ما یولی سوال شد که آیا ایشی بتا کاری بود در مورد کمک په دانشجو یا وان راهنمایی بده که چطور وتر مالی تامین بکنند چطور وتی راه ما برند گو ما کنی که جود کنه بلوچا کی میاد چطور بین تو تی چه ما برند میشه سوال شد که آیا در مورد مسئله که مروشنده بلوچستان پاکستان تا بلوچستان ایران تا راجین که مقصد براوی یا بلوچی تو قوم جدا بودند و ایشان زبان نه و راجند مرچیده و پاکستان حکومت میشی سر باز چه سرمایه گذاری کنه که بلوچه دو نصفند اگر مشما مروچ زی شاخ بودن نصف ولیشان لوٹن کلا نمچ که دو نصف کنن توی بلوچ قوم علاس کنن تو عامی نظری سرند که مثلا داویه بلوچ دو قوم زبان نه تو و ادگسل میشه تو که آیا ما شا عربی ممالک درخواست کمک یا درخواست همکاری کردن بلوچ مسئله و آزادی و استقلال باز من رواجه من شما وعده از گرم بس همین سوال موشته جواب ده باز من نتوار مهربانی واجه بلوش تشمی گپان همون خیلی مسائلی که توجد خوب اخلاق انسانی همیشه هستین تا طالبان بیانی که حکومت و غیره اصل موضوع همشین که یه اخلاقان که تا مشم جامعه تو که هستند بخصوص توات کشت بلوچ فرمانده ای بوده و ایشی بلوچ تاریخ تو که باز بوده و مشه بلوچ تاریخ تو که بهترین مثال هستند چون که حمله و چاکری جنگ چاکر که هدای حمله جیانده که حمله نلوتت کنی جنگ بکنتن و مسئله شوتی پس سواری حل کت بجاشی که یک دیگر بکشانتن بلوچ کشاگ بانتن یا تا اخلاق جنگی که بوده بلوچستان تو که رندانی کو لاشار شیرانی حسابا که هستند بی بگر مثال هستند یا دیگران مثال هستند که چطور کار رابطه گنتن و چه مشکلاتی چه چیزانی حل کنگ بودند شی مسلمه گپ هم شد مشما بلوچان بوتی اخلاق بهترین هستین مشما بوتی اخلاق ببرین گپ هم شد که بلوچی پرچی په افغانستان جنگ بکنتن یا ادبی حکیم و چیزی نوشته گد روی عمان او شک بلوچ افتخار کنه قبر می بوده بازند مکه و مدینه می قبر بازند نزانون کجا نامنی زنگوار برای مکابر بازند بصره برای مکابر بازند برازم بلوچستان په بلوچستان جنگ نکردن گپ شین که ماشوا تی جنگ په بلوچستان بکنی میگپ هم شین که ماشوا به صلابتا تا یه امپریالیستی بهرام میارند که مثلا برای دیگه جاگای په دیگری واسطه جنگ بکنی و تی ونا بدین بلکه اگه قرار زحمتی بکشین په وتی ملکا په وتی بلوچستان و بیتین ایشی سک مهمه و یه گپی که توجه مسائل از لحاظ اخلاقی باز باشین اخلاقیات تی دوست ببیتین تی دشمن بی شرین اخلاقیات باز شرین چیزیت و انسان باید همه دا ببیتین شیت هر جا بودت مثلا تا اروپا هم هستند تا بلوچستان دیگه جاگه هستند تا ما جنگانی که توی منطقه میگا بودند که بلوچ دیتا دیگه بلوچ مثلا جنگی تو که زحمی دپی رابطه یا تیری تو پنگ هرا بودند اشتگی بروتی تیره تو پنگ استای گورا شهر بکنتن و برگردی پدوتی سنگرا بنیدی بجاش بجانتی یه مردانگی همیشه تا هر جامعه تو که بوده گنتونشی بخصوص نمیشه بلوچ تو که باز بوده چیزی که دانشجویان بلوچ خوب شید یک
چیز مهمی است که شما گوشت شسک شهرند که ما باید سیاسی حزبی مردم این ما نتونیم مثلا بیایم تام چیزی ولی خب مسلما هر کسی همچون پروژه‌ای بوده بلوچستان واسه یک کاری بکنید البته دانشجو بروش درو کمک کنه و نبانید تی شی که مثلا مردم بتونن کمک کنن مشکلی ولی تا یکی هم کمک بکنه باز این کسی کارم بکنید 100% ما هر کسی بوتی جاگا شخصی لازم من همکاری کنن و کمکی کنن و یک کارانه که ماشا بلوچش باید انجام بدین چون ماشا بلوچان باید این چیز متوجه بین که ماشا دولتی نیه فعلا چه ایران دولت بی تا پاکستان تا افغانستان یا دیگه همسایگی حکومتانی که ماشا رابطه گین خب هر انسان یک دابی و مجبور به لانتی برو یک مدرسه کلاسی اول دو سه بل رند مردم گشتری وانگا ممکن مشکل که پیما پیسران لاتی خانواده مشکل و چوکان درس بوانی نانتی اگه بلوچان بتونن انچی انجمنان یاد بکنن انچین به سلام موچیان جور بکنن که یک دیگه کمک بکنن اگه دو هم مردم کمک بکنن بازین ولی خب هدف می بی که درس وانات برون پد بلوچستان کار بکنن حالا این ساک مهمه که مثلا پد فایدهش به بلوچستان برسیده یا هم بوده بلوچستان تو که چوکان کمک کنه که مانی که ابتدایی درس وانگند که شو آیان به هر حال مجبورن مثلا کلم و کاغذ و مدرسه و اسکول و استانی و یا مدیر و معلمش ببیتن شانی سرا مثلا مردم که همکاری بکنن این خیلی باز باشه پیشنهادی هر وقت یه برام بانتید بل کسی دیما پا دیما نیلیتن و ما خوب مثلا از بلوچستان و عثمان گلا کارای ما خوب سوا سرت بیگا وقت کارای پدا یک کارام انجام دین و تا یون پیو هم کار کنن و مشترک وقتی دیگران تا کنگره هم مردم وقت رو چیزا نرسید امیدوارم دیگه جوانان چشمه دابین یا دیگه مردمانی دیگه نیمه هستن تا بیان یک کاران دستا بگیرن تون دیمشو برن تنو زمان یک جامعه تو کمی دا گشک بود دموکراسی بیتن شهری بیتن رفاه اجتماعی بیتن گیبودی زندگی بیتن آوا دیگه که مختلفین دابین مؤسسه و موچیگ و کارگس ببندن تا هر یکی بودی کارا شریسه را انجام بداتن کارا بکنتن و ایشی سک مهمه که ما شد روی کار انجام بدین و هر یکی بودی جاگا و باز باشیم پیشنهادی امیدوارم که شان لحظه دیگه مردم که توانند وقتش هستین تیمش هستین عمل بکنن و ما خوب شخصی لازم هر کسی بودی اندازه بودی همکاری کمک کنتن سلامت بردی باز مهربانی گویتی شهری مسالا و باز باش بتونی توارش کد بجا مهربانی واجه عبدالرؤوف دیرجاد باش مگی سلام و درود عرض کنم تمام دوستان که ادا نندو کاملی گپ تقریبا پیدا گیا نه ها شوی توار هستی باز باشه کنیم باز باشه و ناصر جان هم باز باشه گپ جا عبدالرحیم بندوی هم باز باشه گپ جا منی سوال فقط ادا همشه که واقعا او انی مرچی مولایی یا بگر یا که استقلالی یا بگر و یه دیوان تو که مردم بر هم چون موارته که تقریبا مرچی درست همی ٹوٹل جتا که تقریبا من چو فکر کنگم که یه مردم همی ٹوٹلا جنا که دیگه رای نیستن بگر چه فدرالیا و وریا بله امی وریا کم که میشته کستن تا توانت کنه ناصر جان من بگوشه که واقعا میشان سر چطور اعتبار بکنه چون که ما پیسرا هم یه مردم داتک بیتک بلوچستان شای پیت بیتک شای جند بیتک یا که خمینی بیتک درست مورا سرکوب کتا و سرکوب کنه گویا اگر باندا یہ واشنگ گپ جنا و چی کنن اشونی یعنی ذمہ داری یا اشونی گپ که جنانتے اشون ثبوتی یا کشان پابندی هسته ذمہ داری هسته یا نه یہ انچو گوشم و باند روز پدم اشون تاویل آئی بدین و پدم آر سرکوب بکنن یعنی یہ درباری اگر یہ باس تو اکا مرچیگن هسته تمام کنه گوشت کنه بود واش اگر نیسته ما دیگر وچه یہ سوالا و تیگا جوابا گرم شما کراچ و سلامت باته قربانو مهربانی واجه عبدالرؤوف سلامت و عجب رفته باز باشی جوسته نه یه جوسته جواب 100% باید هم داده یک ویتنت و تی هوا بالکل باز شیوارین گپیت و به صلاح پیش دارید که دل سوچیه پیش دارید تی سیاست تو که سیاست بر اساس قدرته نه مردم گوشی انترست یا منافع یا شیک تو چی لوته هر کسی وتی صاحب کارا کنته ما شما هیچ کسی نباید اعتماد بکنه حتی بلوچستان تو که تام دا زندگی تو وقت برای آلمان زندگی کنه یک دولتی هستند یک دولت مخالفی هست دولت مخالف دولت اعتماد کنه و تی کار انجام دیگه بله میشه مخالفتی هم کنه و تی ابر هم کنه و ایران و 100% ما شما هیچ داوا فارس نباید اعتماد بکنه
یا یک حکومت ایران هست چه هر کسی بیتین تو دیگه بلوچی هم بیتین نباید اعتمادی بکنین پس که فارس بری بشن حکومت مثلا فلانی عربی و در رئیس شورای امنیت یا دیگه مثلا ترکیه نه چیزی نه ماشاءالله باید قدرت بیتین و مشمه یه صاحب باید گویان بیتین که بلوچستان مستی بشه بلوچانیگین و ایشه ماشاءالله باید قدرتمند بیم و پامشام هندیگان خوب هر چه بودی زمان هستی هندیگی مدت می خیالات چیزی که مثلا ما بلوچستان استومان گلا گندگینی اشیند که ما بیاین گون کردان گون ترکان گون عربان گون ترکمنان گون لوران و تی قدرت یکجا بکنین امی کنگره ملت‌های ایران فدرال و اشی بحثا یه دو دیما بارتید که می حقوق کامل دیگ بیتین یعنی ملتان و تی حقوق کامل بگرنتین پرچی که تو هر کاری کنه تا اگر رنده یک ملتی لوٹی و تی آجویه بلوٹی تین یک ملتی لوٹی مثلا گو یک دیگر اور ما مثلا انگلیس ہیں که بعد یک دموکراتیک بو بریتانیا اکشون انگلیس و یک بحری چه بریتانیا این بعد یک دموکراتیک بو ایرلند شمالی جدا بود و یعنی اسکاتلند هم پدر رانده لوٹه جدا بیتن ولی زمینه جور کناگی بیتن مثلا یه دا بیتن که بلوچستان تو کانیگا ماشما مثلا جدایی امکان مشوره نیستن پرچه که حکومتی هستند و ارتشیا و سرزمینی بلوچستانی بر کته و ماشما را مثلا یه امکان نیستن و قدرت هم بودن نیستن سازماندهی هم نیستن ماشما لوټه بلوچستان آزاد بکنیم بلوچستان مردم ته ماستر باته خب مثلا بعد ماشما یک سری ساختار درونی ته بلوچستان جوړ بکنیم و یک سری مثلا ساختار درونی ایران تغییر بیتین تا یه مثلا مرزان و تیگم بگیرین و تی منطقه بگیرین رنده بلوچ ما هدف همشه میشه تایز مردم بلوچستان استمانگل همشه که بلوچ ماستر وقت بی و تی حقوق وقت بگیریتی و تی حقوق و تی حساب بگیریتی نه دیگری حساب تعیین بکنین همین خاطر ما شما دیگه ملت هم همه ابرا کنگین تو آیان هم انیا بخصوص چی به اصطلاح حزب مردم سگ فعالند یعنی ما سگ فعالند که تمامی اینا ملتان قانع بکنین که ما ملتان گو یکدیگر متحد به ملتان که ستم بگین نابرابری ایران درستن تو که هستن فارسن تو که مثلا پیسر هم گوشت ولی ما دا گپ نابرابری نکنگیم ما گپ شین که مثلا ما بلوچی زبان بین رو بگیم ما سرزمین جمعیت دموگرافیک بین رو بگیم ما بلوچستان تو که یک مردم کشی آدم کشی مثلا نمیدونم مقاله مثلا همیانیگان یک روی خبرنگاری ما دیم داده جوز پرسی که ما مقاله نوشته که ایران بلوچستان مثلا کشتارگاهی کتا a killing field که مثلا کتگی ایشی مثلا تو پرچی هوار کتگن تشتارکان جریانی مثلا شید که مثلا شین چیزا ماشوا باید مثلا بیاین مطرح بکنه تو دنیا تو کا و یه دیگه ملتان گو یکدیگر ور بکنه تا بتونه بلوچ حقا بگیرن پس هر چیز تو باید سیاست بین المللی هستی ماشوا باید تطبیق بدین و سیاست حساب دی ما بروین ماشوا بلوچان پیسر همه دامی وستفالیا که مطرح کوشی مطلب شینه که وستفالیا تاریخ هر کسی وتی دا بگوشیتی ولی یک نمونانی هستن تو دا مثلا که یک سری مشکلاتی حل کردن جنگ فرقه حلی کرد و مثلا شی که مثلا یک گارانتی بیتنت ملتان واسطه یک گروه واسطه شی حل کرد بعد جنگ جهانی مثلا اول آیات مثلا مردم هر کسی تحقیق تا این سرنوشت رسید تا دیگه باسی دیگه بری مردم انجام دادن که چطور که ودای عمل کرد مثلا چه نقش چه شخصیتانه پرچی دلیلی رند مثلا جنگ جهانی دوم چطور که پادشاه تغییر کرد آیا مثلا نمونه مردم استفاده کنه تو مسئله یک کم که دیماتر وارد اما دا کومش ماشا مثلا بلوچستان خب یه جمعیت هردینه ایران دیکتاتوری ماشاءالله تو چه مهاتما گاندی داوا کار کنه ماشاءالله تو مثلا چه دیگر داوا کار کنه ولی سعی بکنید که یک داوی اوتی جامعه تو قوت چیزی دستا بگیرین بعد مثلا بتونه چه مهاتما گاندی داوا یا جورج واشنگتن داوا یا دیگه رهبران داوا یا دیگه ملتان داوا علاوه بر ممکنه من تو ببینم ما دیگه بلوچ هستن ولی ما تو شرایط فراهم بکنید که بلوچ به حاکمیت برسیدین و ما واجه یادآوری کنم مشوره وقت باز نیستن دیگه مردم وقت گرفته اما اینک وقت گرفته بس دیگه چه واسه ساعت ما واقعا خسته بودیم تو زانه ها معمولا خود چه رنچ داد شاه بلوچی کسی دست برج مکنده واجه عارف باش میگه सलामत बात है वजह दुरुस्त अमली तौर पैदा गेंदे हाँ तौर हस्ती जो दुरुस्त पेश वजह मन मोहम्मद काउदाई वाइये दुरुस्ती टीम मो संगता नि मन तौर के वडे सर्कल अड़ दे वैशानी जोत सदा करजी वजह नासिर जान हम मन तौर के वती गरान बाएं वादे कशत ओ मई वडे कस्त्रे रानी रहनुमाई ये दीवाने तालिबान वस्तो बाज़ाबर भी वो तालिबान माश मदरस सरपदे के हर के मजने ताकत अस्तिता हर चीज के हर चोड़ा इस्तेमाल करने की इस्तेमाल को
पदा ए अफगानिस्तान के दौर खत्म भी पदा सूरिया दौर शुरू भी और दाइशी नाम चेंज को दाइश को नी चो पाकिस्तान मा कराची मर्दम नी मा शर्तर जाने के तालिबान चो बने पदा शनी मशीनरिया शनी मीडिया प्रोपगंडा शंद्रो आर्ता देमा पदा नी सूरिया मर्दम शर्तर गोश्त का के दाइश चो बने मनी सवाल बल नासर जाने को ना कम के मुख्तलिफ है मनी सवाल इससे कि इधर यूरोपियन हिंदू के मर्दम माँ हमेशा गिंदे कि इधर चुके जावेद मेंगला कुतगा लंदन तो का बिलबोर्ड्स मजने बनाते की थी फ्री बलूचिस्तान है वास्ता और मैं बास बलूचान है जो अस्ते जोहदम सदा करजी कि यूएन तक शुतगा और मुख्तलिफ जो अस्ते यूरोपी पार्लियामेंट मर्दमानी वनो मुलाकात करना हुआ आया जो अस्ते सरपदी रहा बोले मैंने सवाल इसे के अंगता ना यूएन ना और ना ही ईशान अच्छे कसिया चुशे आवाज़ पर बलूचा चेस्त नकुता है इसी वजूहात चिया और दोमी ए कि माँ यूरोपियन हिंदू के मर्दुम छे कार्य तूने बेकने के ईशा हर चीज जीतर चो 5 साल 6 साल मना भी था मैं गिंदगों सकबाज संगत जोत करने गया और ईशा ने गुना मुलाकात करना भले ईशा ने लॉन्ग टोश का और देमतरा न पाकिस्तान अच्छे गप्पी भी हो न ईरान निम्गे बलूचाने वस्ता निमर्दुम चे बेकान तो चे वड़े प्रोग्राम बेटेंगी नहीं कि ईशा ने लपकशाई भी कम मिन्नतवार बा मेहरबानी वजह आरिफ वजह नासर سلامت و یه گپ چون پر گوشک بوده جوست کنه بوده و تی جوستم پیش دارید که برای تی موضوع سر تو فکر کته و شهری فکری و مش به دوستانی دردم همشین مواد هم خوب برای زانت دو چیز هستند یکی بلوچستان ها نیمگاه که غربی بیتید یکی بلوچستان شرقی بیتید هر دو تو سیاسی لحاظا بسلاز رنبش لحاظا پولیتیکال ارگانیزیشن حسابا هر یکی وتی جاگاه هایند شنید که ایدونان پدا ورته ورکناگم یکم که مشکل جور کانتن بله اصل موضوع هم شنید که گپ هم شنید بون گپ شنید که ما شما باید بزانید که ما شما بلوچ باید سیستماتیک کار بکنیم بلوچ بازین شانسی شهری هستید که وقتی مسئله بین المللی دی ما باردین یکی همیه که بلوچستان ما جیوپولیتیکال سیچویشن هست یکی که ما سوال جیشی مسئله نیست یا استراتژی که ریسورسانی که شنید که دنیای واسطه چین بی هند بھی روس بھی تھے تو امریکہ بھی درست واسطہ شی یک دلگوشی ہے یک خبری هستند ولی خب ما بلوچانی گپ همشید که ما هر کسی وچ سرا روید و این متاسفانه من یه بار بعد بگم ممکن لحظه شما ظاهرم بگیرم واش ما بعد ما باز کوتا پولیتیکال پارتی ریپرزنتیو زانو منواد بسلا مردم با یه بار بکنم ولی ما وقتی برات بلوچستان شرقی دائما گشتگند که شما اگر لوت موفق بوده باید کارام بهر بکنید همه چیزی تو گشت یونا رواق سک شهرند جنیو رواق پدروستان راحت بوده مروچی اول ترا واجب بالان شاید رانده بسلام ها رابطه مرشه مرین بوده چاری هر کس بوده نه چاری نیست پدا چیه بین روتیم تا چینا زایی که تو بزنه پدا تو جنیو که کار کنه سک شهرند یونایتد نیشن ممبر که این پاکستان ایران هستند ولی یونایتد نیشن کانسپت و مفهومی که تی ببرگی سک شهرند تو باید چه بوده کارا بونگیش بکنه بله تو بعد بتونه یوکی کار بکنه و لابی کار دیما بره تو بتونه فرانسه کار انجام بده تو بعد بتونه یو اس ای کار دیما بره جرمنی با تو یه کار دیما بره دولتان حساب هم پشی دولتان مهمی هست و پدا این فعالیتانی که ادا هستن تو بعد هیومن رایت تا ژنو کار دیما کارگی تو شیه پدا همین حقوق بشر و هیومن رایت تو بعد میبره نیویورک که سیاسی هست هذا تسوي ده implementation که یک کم روچی نش تو بیچاره ما مثلا ایران حسابا بیچاره ایران حسابا حکومت آمریکا ایران اوشگین که من تو اتمی مسئله من تی قبول نی من ترا نیلون که کسی گونت تجارت بکن سازمان ملل شینا مردم آزاد تجارت کنن یوروپ گوشی مردم آزاد تجارت کنن روس گوشی مردم آزاد تجارت کنن چین گوشی مردم آزاد تجارت کنن ولی کس گو ایران تجارت نکنه فرض که ایمپلمنتیشن پدا ترک سوپر پاور لوٹی همین دکان کوشت می جنگ 30 ساله که تا اروپا بوده گد جرمنی هنوز مثلا قدرت سوئد و هیچ کوت نکن بله آوادی سوئد و فرانس مثلا یاد کند گوشتش ما گارانتور پیست بسلا امپراتوری روم مقدس آین در رومن بسلا چی بگوشه امپایر بسلا تا بوده تا جرمنی ما آی گارانتورن
دو دانه مزنه قدرت یا تشی ایمپلمنت کت مجبورش کتن. یعنی فرانسه اگر شویتی کاتولیکیت اولا وقت کاتولیک امات هم برنده که جنگا خوش نیاد چهارتی وقتی هم یک سرزمینی لاته چه آلمانی که پکارن تانگت هم دستانتی بردن تو تینی میکوتن تو مثلا برای آلمان هم بخشانی که نزدیک فرانسه آلمانی بودم تقریبا شهران و چیزان استراسبرگ تو برای پایتخت اروپا بودم مثلا قدیمی ساختمانی که هستن بازی نه زمان آلمان مثلا چیش هستن هم نوشته گفتم که مثلا قدیما آلمان بوده که فرانسه گرفت یعنی مجبورش کردن لاتی پرنسان حملهش کردن یا اقتصاد لادا تحریمش کردن مجبورش کردن امپراتورا دور بانته تا امپراتورا مجبور کردن سول کنین دو گارانتور هستند دو ابرقدرت هستند چطور گارانتی بکنند یکی سوئد یکی فرانسه این کارش انجام داد مش میگم همین دارید باید بتونه تو سیاست باید طرف ویژنی ببینید طرف یک قدرتی ببینید بلوچا پیسر طرف ما رابطه کردن دیستگن 10 سال پیش هم گشتن شما گویا که ورما به چه واجه خیر بیار بیتین چه واجه اختر بی چه واجه براونداگ بیتین چه واجه الله نظری مردم با این گروه مردم دیستگن مردم همیا بر کوتگن که شما شانس انیگین شما ورما به 4 5 سال تو کار رنده هم بلوچ شما باجان اینترنشنال کمیونیتی شما باجیتین ولی متاسفانه هر یکی پیدا گشته شرکه که روی همین مسائل جتش چگوارای که مردم جنگ کنته مردم جنگ کن یکی با این تمام یه بارم شد که آخر من برم ما یه بارم که بلوچستان جنگ دو استقامت نه این انگلیسیانی من کلمه یاد نه آگید که مردم ها تچی سک سری تچی هر کسی برتی ماراتون بعد نه ماراتون هم شکل بعد مشد رو ور بره آدم ما دو استقامتی که مردم مثلا یا پارگی تچی یا نفری یا بارتی ماراتون رو ور شی ماراتونی مشد رو بعد وری برمه ولی متاسفانه من فکر نکنم فکر کنم دنیا یک زمانی یک خاصین جای کیتین که من یا لنین بون یا من چگوارا بون بعد من مثال دادم وجه چگوارا بیچاره موفق نبود آخر چگوارا انچه اشتباه کو که دیکانا لو داد کشتش پس دیکانا فکر کنم یک اروپایی یا کم زمین نبا پس دیکانا درو می بسیار قدیمی اندیجنس پیپل تا من خوش نیاد که یک اسپیتی برو بودا و یاد که مش مشوره کمک کنه پیسرام یاد که متر مسیحی کنه شی یاد که متر کمونیست کنه شفاف کنه اما یا که برای آخر لوش داد رندیش کشت شینت که ماشما باید که وریگا بریم بلوچی حساب بریم چگوارا و لنین و یه دیگر خبرام بش کنه شهر بزنش میاد که مسائل بدینش چه کارش کوتا بله آین داری عمل کنه نمیتیم ماشو بعد دیگه دنیا سرپد ببین دیگه دنیا مکانیزم نمیداشته باشه یونایتد نیشنز هستن بله بعد کشوران تی موضوع بیارن ته بعدش هم ایمپلمنتیشن کجا مثلا بلوچستان واسطه مزنی ملکان اینترست هست منافعش هستن ماشو بعد آیانا در بگیجن و آیانا همچین رای بدن که فکر بکنن بلوچستان درد آوردن مفتانه این کار نکنن انگلیس بلوچستان بر کوته پمشه که روس دستما که پیتن آوادی هنوز آنگند که بلوچستان بهترین که چه ایران یا پاکستان یا چه افغانستان دست در بکبی بهترین پایان ولی اشیا بعد من توجه بدین که من تو هستند شهری سرتونه کار بکنین نه که من فکر کنم منی برون تو فکر کنی تی بره تا من نکشته الار نمیشه بلوچن دابا یا بلوچ رندانی تحتی بکنه شاعران بلوچ پیسرام مشوره یه مسائل ذاته که تحت درو نشت نکنن اگه درو بنیدین تحت فرشیدین تو مشوره درو لوچن یا که تحت سر بونه بوشته بننده همش مشکل کافیه بلدی یا بری بلوچستان آزاد بی رنده تحت فکر بکنه ماشا چه پیسرا پیش بلوچستان وقتی آجیو برسی تحت فکرای اون مشکل کافیه یه همین مشکل میشه بوده و ایشیا باز باشین که بلوچستان ما اتفاق دوسته بر پیش ولی خب ما ریسورسش که ما مثلا آدمی توانمندی مردم نیستن که مثلا بلوچستانی جنبشانی که اصلا یاد بگیره مثلا ساوت آفریقا جنبش داماتون مثلا شیباری مردم گاب بجانتی مثلا افریکن نشنال کانگرس باز کاری کرد بله زمانی تو انتی اسپیتان تا آفریقا جنوبی مجبور بکن که حکومت یه بکن پانتین که یونایتد دموکراتیک فرانتش جور کرد یونایتد دموکراتیک فرانت بله واتسرا نرفت یونایتد دموکراتیک فرانت یک چیزی جور بود که آینسی وابسته است پیشی جور بود که درستگی بخشان اجتماعی مثلا سوشیال کالچرال اجتماعی فرهنگی سیاسی آدگر درستگی رو به یک رو کمی چیزی که ریم پیسر جوسکه که بلوچ داره کار ببندی داره که کار دیما برانتی یعنی زمان و مکان رو به موقع کار انجام بده مردم مثلا این کارا بکنن بلوچان بل خب ما یک کوشش نکته پشیمش میگوره یه اینتלקچوالیسم یا الله سیاسی رعایت نبوده یک سری چیزی هستن که طرف باید سیاسی سواد ببینن سیاسی شعور ببینن اشی تا چند از میشه تو که دیما رابطه تا ممکن بعد مردم بعد برام من یه بار کنم ولی خب ماشو بعد شوید که دیما برای بچه دیگران یاد بگیریم و بزانش تو رکوت جامعه متحد بکنه تا بلوچستان وقتی اصلی حقوق برسید که وقتی
وقت مسترینی قوتی حاکمیت برسید. خب مسلمان بلوچ آرزو درست نمیشه که بلوچستان نقشه پد هماده با گندگ بیتن چون که پشت من نگه هستین منطقه ایران افغانستان بلوچستان وقت کشور بیتن. البته در بلوچستان سک مزنه ولی خب بلوچ آبادی خب بلوچستان یک بحرانی چه سند و که تالپوران حکومت بود تگو یا تمام علاقه‌ش هم جزء بلوچستان حساب کتگ از زمانگان چون بلوچان حکومت کته به هر حال آتیما و خب نگاه مشما سند برات مشروبیتی جاگا آزاد ببنده و آنی آزادی آرزو هم با شما را هستین تمام در کشور بلوچستان هستین. بله خب شد که بلوچستان نقشه تو که یک جاین و یکی سرزمینی بیتین. سلامت بود. منتوار नासन जब बेबख्श में ती गप्पा को मुके चुशी काटा को गप्पे सिंत के मनी गप्पे मोलो मुराद है ह्यूमन राइट्स से सरा हम यूएनएच नगुशी तई गप्पानी मोलो मुराद हमेशा कि मैं तहां अंग तक पॉलिटिकल पावर नेस्ते نه شب سیستماتیک دیمی نبرگی ما سیستماتیک دیمی نبرگی بسیار کسانی که دیمی برگند ببخش من یه برا کنم درو شهری مردمند بله سیستماتیک دیمی نبرگند یعنی تو باید هر چیز سیستماتیک بچه که دنیا سیستمی هسته نه تو مثلا باید که یونا ایشی نه که تو تانکا بتونه یک بوشت یک ساید ایونتی خبر بکنه تو باید پیسر بره و تا اسپیشل رپورتورزا مثلا هستن هاوسینگ ایگن هیومن رایت ایگن دیسپیرنس ایگن ته دیگه نزانو آب و ایشانیگن انوایرمنت ایگن شاید تمام گینا تو چی پیسر خبر بکنه رپورت بده و بگیندهش رنده بگیندهش فالو اپ بکنه پرچه این مسئله یکیم بلوچ و نه دنیا تو که هزار مشکل هسته هر روز چیگین تا اروپا مشکل هستین تا آمریکا مشکل هستین تا آفریقا هزاران مشکل هستین تا آسیا هزاران مشکل هستین تا نکا ماشو بلوچ نه اشید که ماشو اگه سیستماتیک کار بکنه تو این کار انجام بدین یه خبر هم مردم کتگند که ماشو مثلا باید بروید یه مختلفی چیزانی سر کار بکنه شهری سر کار بکنه نه کشیک مثلا من تو 4 کران هستیم من تو 10 نفران چه بزوره باید همراه برم و مثلا یک دمونستریشن بکنه یا یک چی بکنه ا پولیتیکلی لازم سک شهری بله هیومن رایت واسه شکار نداته هیومن رایت واسه زمان شکار داده تو برای اسپیشل رپورتران بگنده گزارش بده یک سال یک 6 ماه واسه نه سالیان سر تر کار کنه لوتیته تا به صورت تو شی سر اش کنه بیتین سیستماتیک باید کار کنه بیتین ما شما نسه که تا سیستماتیک کار بکنه پواتی دیوانه گپا واشین ببخش ما یه برکر مورید بریدی یک شهری هستین میرا خانی جانتی که ودا شهری سر کلمه نبوشیتی بل خب من خلا واقعیت بشه بلوچ مثلا کلمه هایی که ما استفاده نکنم بوشی نندگو هرسورک بلوچ کاره آیا خوب دی کلمه استفاده کنم استفاده نکنم ادا شعری انت بله خب یه هرسورک آیا نشیک مردم دل سر بس از خبر بکن ایشی بلوچ کار بی فایده نیست باید عمل ببینید و هرچی دنیا تو که باید سیستماتیک عمل ببینید و سازمان ملل انچه که من گوشت که بلوچ مثلا نه هزاران دیگه مسئله هستند همین کارا کنید که ای فکر کن اشانی خبر پاکایت وریفاید شری سرا گندگ بوده گزارش دیگی به حساب کتاب سرین و زمان انجام دادن رندانه پرچه که بعد یونایتد نیشن یا بری مرچی بود باند دیگه بری که هر روز دیگه نوکی بری هستن تو تی خبر په وخت ببره په زمانی ببره په مکانی ببره او په حساب کتاب ببره او گوش شرطی طریقه وریفاید خبر وانته نه ایشی مثلا خبرانی وانته گرند یک جای ته خبر عرب در بیت مشکل کپیتن مثلا ودی که ما فعالیت ژنوا مثلا یونایتد نیشن اسپیشل رپورتر یا بری گوموتی خبر کو تشکری هم کو اطلاعاتی مدات کاملا دی بوده گشت من 6 ساعت وقت نماینده ایران و دادگستری زاهدان رئیس به سلام به سلام دوشل زاهدان ایگان 6 ساعت بلوچستان باره خبر کرده آیا نتونت یه خبری رد بکنه بلوچستان باره نبرانی که اطلاعاتی شما داده گن چون تمامی اینا مردم بعدی که داده گتن منبعی داده گتن حساب کتابی داده گتن و مردمانی نامی داده گتن زندان دیگه بوده گتن و گزارشان دیگه که در رابطه با چوکانی مدرسه و یه دیگه دسترسی نیستین به شناسنامه‌ای مسئله یه دیگه مسئله یه درو په حساب کتاب داده گتن ولی متاسفانه ما خوب باتش که یک حزب سیاسی ما بخش بشر رنده کمتر اهمیتی بود و شیک مثلا دیگه کسایی نه حتی مثلا جانشین ببنده خب شی یک مشکلیه دیگه مش جامعه تو که مثلا کپاسیتی مثلا دیم برای کارا نیست تا اگر بتونه سیستماتیک کارام بکنه یونایتد نیشن 100% مشمه خبر گوش کانتن و مشبه یونایتد نیشن و نت گزارش چی نداد یعنی اخباری نبیتین بی بی سی ممکنه سال یک گزارشی بداتین بلوچستان نام بیتین ولی یونایتد نیشن ته فورمان مهم سیاسی ها
توانمندی دیپلماتی همیشه که تو بتونید فورمان مهم سیاسی مثلا مطرح بکنه جایی که مثلا باید مطرح بیتن دیما یارگ بیتن و تا اگه تری یونایتد نیشن کار بکنه دیگه دا دیپلماتیک سیستماتیک کار بکنه ته فورمان یک مهمت و تیابر باید مطرح بکنه شی مهم نیست تیابر که درا نیتن بل به موقع کیتن درا و ما دکم گوش بلوچستان اهمیت هستن دنیا توجه کردن بل چه شما بلوچوات باید چوک تماگریتن ما چیر ندا نیما شما باید چوات مثلا یک توانمندیانی پگریوا پیش بدارین برای شهری سر گریوا نه تا منظور نون کی گریوا بیته بلکه بیاین سیستماتیک کار بکنه تا ژنوا تا اروپایی کشوران تا آمریکا و تا نیویورک و برنش تا واشنگتن تا نتیجه بگیرین خب مثلا بلوچستان تو که جنبش هستین بلوچستان تو که مردم از جنبشی هستین که حقوق لوتگان چه هر دنیا مگه چه هر سنی مگه من خیلی چیز هستین ولی شی مثلا یک رپرزنتیشن شهری بین‌المللی جور کنه بیتین شی باز شهر کارنده ما برد مهربانی ती मिन्नतवारा वजह नासिर जान ती लक मिन्नत तो उम्मीद कना शुमे प्रोग्रामानी बदौलत तो शुमे प्रोग्रामानी चुशेना चे यकने कंचे मर्दों में बात के ती गप्पानी सरा शर्रिय सरा अमल का मिन्नतवारा वजह ती बात मैं उम्मीदवारिश मजवानाने مهربانی وجه سلامت وجه دشتی بلوچ بخش دادشاه ببخش وجه دادشاه بلوچی سلام علیکم گل دیوان نندوکا علیکم توار سلام پیدا که وجه کرد خدایی تمام هست ها باز مهربانی وجه کرد خدایی تایی وجه بلیدایی وجه بندوی دیگه سنگتانه که عبر کد باز شبته وجه بندوی همی عبر کد که کجام مثلا برنامه بلوچ دیما بیا تا بتونه واتی او و نظر جهانی بتونه بگیره ایشه که پروفیسور نایل قادری ها همی گپ اما دیوان کتگت شما هم دانندو کته که من بلوچستان حکومت خارج کشور خارج ایران بلوچستان یا هر جا چه بلوچستان دماغ یا دیگه کشوری که آیا قبول کنته او دا ایشی حکومت جور کنه یہ حکومت تو کا هر بلوچ هر سیاسی بسا گله و باز که تونی بیته و یا جوین بکنته یعنی پارتی چشن بلوچستان حکومت در خارج از کشور بر بزوری نو این برنامه آیا همه سیستماتیک و جناصر بلیده باش که ما سیستماتیک باید برای سازمان ملل و ارگانهای جهانی تا ایشه که پروفیسور نایل قادری همه باشه که ما مجبوریم بلوچ و تا یک جا سازماندهی بکنیم چون مثلا شورای مثلا طالبان که اردکا کویته یا حکومت مثلا طالبان در خارج از کشور که انوگ و امریکا گپ و تران کنگوان همین وڑا بلوچان هوشی یک چنه لوٹی که چنوتی حکومت در خارج از کشور بی کل بلوچان همین ایران هم پاکستان هم افغانستان باندری نیسته نویشه این بابت شما وجه چی فکر کنه تو یا حالا جوانی کاری نه که بلوچ دیما برو تا بتونه سیستماتیک بتی حقوق سازمان ملل و چه بتی حقا همه حکومت هایی که ما را مثلا تصرف کتا بگیرن میشه که وکیل هم هستیم تمام چیز هستیم ولی که بلوچ یک جا و تا پیش بداره که با توانی هستیم تونی و تا باید راج بکنه نو شما این بابت چی باشه من نتوانم سلامت وجه خوب یه سیستماتیک خبر شما نام گفت تی مهربانی باز گپ همشه سیستماتیک کار کنه که مطلب شینه که ما شما را دولت خارج کشور را ببیتیم بلکه انستیتیوت ببندید که کاران دیم آورندید تا هیومن رایت گروپ ببندید که بتونن یک کاران دیم آورندید چه یک گروه هیومن رایتی بهتر انجام دادین پولیتیکال گروپ ببندید پس پولیتیکال گروپ بخش سیاسی ها کایند ها مثلا اما چیزی که ما گوشت مثلا روایت هیومن رایت اگر روایت ژنوا روایت نیویورک پولیتیکال پارتی ویتینشون دیم آوردید مثلا جرمنی یا تا جای دیگه جاگان ولی یک چیزی ما شما باید بزنین که تا اگر لوت دادگاه بین‌المللی بروه تو صحیح که ایسان یک جا برد نکنه ایدا اولا که دادگاه بین‌المللی تو بریگی تا که آی باتر کشوری پشت بیت سازمان ملل مثلا پرتغال تویتی قانون هستد که
ایست تیمور استقلال تا اندونزیا دفاع بکنن چون پیسر ایست تیمور دست پرتغال بوده عادی بخشا اندونزیا مثلا پیسر بلژیک دست بوده گتن فرناندن از اون کی دست بوده گتن شتارکایت برال بخشی تا دست مثلا پرتغال امات کو بورت سازمان ملل وکیل 100% است همین کاری کانکلات بونگیچ کو تگت کو بلوچستان نزانو جرگه بلوچستان ساکی شهر این کاری متاسفانه ثمر نرسید و یک کار واسطه که مثلا اندیگان چی بگوشد تبتیان گورنمنت این اگزایل هستند ولی خب آن دلای لاما هستند و تا هندوستان و یک کشوری هستندش و یک کشوری چای حمایت کنند تا دارالسلام و بسلط هندوستان هم تا کوانی سرای بوده نزدیک مرز تبت ها بوده بسوتی نشته گندنو بل من فکر نکنم مثلا هندوستان بیت ایران مسئله دخالت بکنتین یا پاکستان مثلا دیگه کشورانی ممکنه مثلا به ایران مخالفان بیا پاکستان مسئله وربا هم دانید که ما بلوچان همیشه به سانچی اشتباه کنیم ما باید بزنید که این مهم نیست بلوچستان شرقی کار شرقی بلوچستان غربی اولا مهم شه که یکی چشن کار شرقی ته یک بخشی حقوق بشری ما یک ور کار کنه یا بهاری دو دربیه دیگه یک زبان اگه ما یک ور کار کنه یک بهاری دیگه سیاست حقوق قانون ایه international relation آیا ما باید بزنید آیا سر هم باید کار بکنید تا زمانی که ما ایشی هم بتونی انجام بده ما نتونی کار بکنیم ما دانیم مثلا پاکستان خب بازی کشوران عربی چون بحرین بی تا عربستان سعودی بی تا امارات بی تا نیت مثلا پاکستان رو مخالفت کنه ولی ایران نکنه تو مثلا چه آیی امکانات چه آیی روابطان چه آیی گندوننده مثلا استفاده بکنه که بلوچستان مثلا هم دیم اوره جای نه جایی یک شکلی نه شکلی هندوستان پاکستان مثلا ولی ایران نکنه ما یعنی میشید که ما بلوچ باید به قول چیان پیس میل یا مثلا ابجکتیو فکر بکنیم بیاین بچارین کجام جاگا کجام بچه منافع بدی ما بریم بلوچستان ایگا و یه نه که مثلا ما بیاین فقط یک سری خبرانی بکنین رادیکال تر ببا واشتوار تر ببا مردم ها مثلا دوستر ببا بس بر اساس پاپولیسم مثلا بیان یه کارم کنه نه بر اساس سیاست بین‌المللی ما شو بلوچ باشه یاد بگیریم که بتونه تو سیاست بین‌المللی تو کا بجز از جود کنگین کوشش کنگین هر دابا وقتی بلوچستان مثلا دیگه ببرین بین‌المللی مثلا قانون بین‌المللی مثلا پیش داریم مثلا بلوچ احترام میده همین چیزی گوشت بلوچستان هر کسی لوټنگی چه هند ببی چه چین ببی چه روس ببی چه آمریکا ببی تا یه دیگه کشور رو بانتن ما شد چطورین استفاده بکنین ولی چه شهری سر استفاده بکنین چه ورتوری مکنین اگه ایده بکنین مردم فکر کنن شپدا اینترنشنال لا قانون بین‌المللی شاید احترام نیلاتین شان پدا کانتی مثلا یک کارانی کنن که مثلا چه خمینی داوا یا چه طالبان داوا پیسر واجه کاری ده گپ جد که مثلا چطور کان ترجش برانتنو ایدا هو دم دا پیسر مثال جد مثلا سوریه بران لبنان بران دا ایران و یه کشور هر کشوری فاطمیانو زینبیونی اد کتا بارتش ادا هو دا مردم جنانیتن کوشاینیتش بیچاره افغانان و پاکستانیان پلات واسطه یا پا اسلام واسطه شین که ما شما باید بزنید دنیای تو که چه حساب کتابی هستید و دنیای تو که چه کاری تو ببینید و یه طریقه کار بکنین باز موفق تر می بتونین ابجکتیو کار بکنین بتونین مکانیزم استفاده بکنین بتونین به اصطلاح آب بحرانی که گوی ایران اختلافش از نهایی استفاده کنین دائمی نه هرچی ممکن ایران مخالف بانده باش بانته دیگه خبرین عراق پیسر ایران مخالفن گوی ایران واشنگ بلده کشور است مخالفن البته عربی که ایران مشکل میشه است حالا عراق نکنه عربستان سعودی انجام بده پیسر که عربستان سعودی و عراق نمیتونه پیشش مصر بوده یک مدت سوریه بوده سوریه گوی ایران بوده سیاست همین بل ماشه بلوچستان باید پادسر بوشنه بتونه چه استفاده بکنه و ایشی هم باید بزنیم مثلا همه بلوچستان که پاکستان رابطگان بلوچستان شرقی رابطگان تا عراق گوشته نه مشور نیلون پاکستان خلاف کار بکنه شما برایتان برای ایران کار تو هلو مشور دارون لا پونده داشتین تی لاپیم دادین بلوچستان شرقی مردم بودن ولی گوشتین برای پاکستان کار میکنه برای ایران کار میکنه اگه خبری کنه برای رادیو نه برکنه مشور کیلو برای ایران برای برکنه برای پاکستان برای مشور نیلون این شید که مشور یک سری لیمیتیشن هستن یک سری محدودیت هستن شما بتونین بزنه و تا زمانی که شاه مزانه چه وعده چه موقعی کار بکنه و ماشا بلوچستان بهتری هنیگه در کشی و جامعه بلوچستان تو که سازماندهی تر بکنه قدرتمندتری بکنه و یک سیاست دموکراتیک و لیبرال به دنیا تو که پیش بداره و قانون بین‌المللی احترام بده و این مسئله سیستماتیک مطرح بکنه و چه بلوچستان موقعیت سوق الجیشی مروچی هستن رقابتان بین‌المللی هستند اینترنشنال به اصطلاح چیانی که هستند شیوشمنی ویت شان کارمرز بکنه تا وقتی بلوچستان وقت ماستری و بلوچ و حکومت ها فدا جور بکنه میده که ما گوشت این نقشه که من پشت سر هستین اگه کامل نه ولی خب
کامل بلکه ما بیتن بل خوب 100% باری که بلوچستانه ای پد مستقل بیتن و بلوچستان نام سران بیساگ بیتن بس سلامت به مهربانی وجه ناصر چشمه گپان میوه تمامه و من تشکر کنم چشما که مهمان بوده که تو هنچوش چه مردمانی که دیوان احتگان بحر زورتا و گپ ترانش گوش داشتن مهمان دیمی هفته پروفسور کارینا جهانی هست که در رابطه با زبان بلوچی گپ تران کنده امیدوارم که تا دیمی پنجشنبه بحر بزرگان پهکن دیوانا در رابطه با زبان بلوچی ما شما گپ تران کنه که مشوی مثلا این چه در مصری مثلا هم واشماره نیستن چه در شرطی مردم چه بان کارینا واشماره نیستن مهربان تا گپی تران نیستن گفتم من دیوان مهربانی تشکر شد محمد جان درو واجه مردمانی که داشته شو خبرش میشه گوش کردن تو سلام با دیگرانی که راه همه برای گوش کردن مهربانی باز چشمه منتواریم و هنچوش دیوان مردم شما شب روز باش با تا دیمی پنجشنبه سلامت باد